ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین و در خدمت شما هستیم با برنامه زنده پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما هستم. سلامت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله. سوالهای SMS بینندگان سوال زیادی فرستادن. اولین سوال در مورد نگه داشتن کبوتر در خانه است. گفتن داشتن کبوتر در خانه چه حکمی دارند؟ الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نگهداری و پرورش کبوتر در منزل بستگی به هدف و مقصدی هست که انسان بدین خاطر این کبوترها را در منزل جا می دهد. اگر به خاطر لهو و لعب باشد، به خاطر در واقع این باشد که این کبوترها با این کبوترها بازی می کند، این یک حکم جداگانه دارد که جایز نیست و حرام هست. و اگر صرفاً نگهداری و پرورش کبوتر به خاطر استفاده کردن از گوشت کبوتر هست یا از تخم کبوتر هست، این اشکال شرعی و ممانعتی ندارد و جایز هست. منتها در این زمینه باید از اذیت و آزار کردن همسایگان باید پرهیز بکنند، مانند این که بر بالای بام مثلا بروند و در خونه همسایه دید داشته باشند. اینها جز مواردی هست که از نظر شرعی حرام هست. اگر نگهداری کبوتر بدون از این عوارض و موانع شرعی باشد، یعنی اذیت و آزاری رو برای دیگران در بر نداشته باشد، منجر نشود که شما در خانه همسایه رو در واقع دید بزنید و ناخواسته ببینید، یا سنگی که به کبوتر مثلا میزنید به در و دیوار یا پنجره همسایه نخورد و اذیت نشود، در صورتی که این موانع وجود نداشته باشند، خود نگهداری کبوتر از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن اگر با روش‌های پزشکی مثل تقسیم سلولی انسان دارای دو قلو یا چند قلو شود، آیا این کار گناه دارد و آیا دخالت بر تقدیر الهی است که انسان کاری کنه بچه دو قلو باشه یا تک قلو؟ در مورد این که یک خانمی رغبت و شوق داشته باشد که در واقع بیش از یک جنینی در شکمش باشد، دو قلو یا بیشتر از این در واقع فرزندهایی را به دنیا بیاورد، این هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد و گناهی نیست. یعنی جایز هست که یک زن تدابیری رو به کار ببرد که دو قلو حامله بشود یا مواردی دیگر از این قبیل. معمولا اگر این روش و این در واقع عمل به خاطر یک نوع در واقع تنظیم غذایی هست، نوع خاصی از غذا بخورن که تأثیر داشته باشد در بارور شدن دو تخمک در واقع و دو قلو بودن جنین، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. به اتفاق فقها و علما این جایز هست. و حتی اگر این به صورت در واقع کاشت جنین در رحم باشد،
کاشت جنین در رحم باشد، یعنی این که فرزن دو تخمک بارور شده را در واقع در جنین زن کاشت بکنند که هر دو این تخمک در واقع پرورش پیدا بکنند و دو قلو باشند یا سه قلو، از نظر شرعی اشکال شرعی وجود ندارد و جایز هست و این به هیچ عنوان دخالت در تقدیر الله متعال نیست. این مورد جایز هست، منتها در این زمینه اون مواردی رو که در میان محرم و نامحرم مطرح هست اینها رو باید مد نظر داشته باشیم، بدین معنی که اون دکتر و پزشکی که این عمل رو انجام میدهد خانم باشد، مسلمان باشد و به خاطر این که شما دو قلو باردار بشوید جایز نیست که پیش یک دکتر مرد برود زن، زیرا که این جزء ضرورات و در واقع مواردی که اضطراری هست نیست. در موارد اضطراری یک حکم جداگانه هست، اما این جزء مسائل ضروری و اضطراری نیست. اگر پزشک خانمی وجود دارد میتواند که در واقع این عمل رو انجام بدهد، یعنی کاشت تخمک بارور شده و دو تخمک، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و جایز هست. و اگر به صورت یک نوع در واقع تنظیم غذایی هست، غذای خاصی رو بخورند یا داروی خاصی رو بخورند که دو قلو باردار بشوند، باز هم اشکال شرعی و ممانعت شرعی ندارد و جایز است و این به هیچ عنوان در واقع با تقدیر الله متعال تضادی ندارد. چه دو قلو به دنیا بیاد و در واقع این خانم باردار بشود، چه تک قلو باشند، هر دوتاشون در واقع برمیگرده به تقدیر الله متعال. هر چی را که الله متعال مقدر کرده باشد آن اتفاق میافتد و از نظر شرعی این عمل شما هیچ گونه تضادی با این در واقع با تقدیر الله متعال ندارد. و حتی در مجمع فقه اسلامی در مکه مکرمه در سال 1410 یک در واقع شرح مفصلی از این قضیه پزشکی رو در واقع بخش کردن و خلاصش همین چیزی هست که بنده عرض کردم، یعنی این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد اگر به صورت یک نوع رژیم غذایی باشد یا این که به صورت کاشت جنین باشد توسط خانم پزشکی که مسلمان باشه، از نظر شرعی اشکال ندارد و کاملا جایز است. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که ما مستاجر هستیم و محتاج ولی مجبوریم برای اجاره خونه رهن بدیم، آیا این رهنی که در گروه صاحب خونه است زکاتش واجبه یا نه؟ زکات در صورتی لازم می شود که انسان یک مبلغی رو داشته باشد که به نصاب شرعی برسد. مبلغی که به نصاب شرعی برسند یعنی معادل 85 گرم طلای 24 عیار باشند و یک سال کامل بر اونها بگذرد. این ثروت و دارایی تفاوتی رو نداره که به صورت پول نقد باشد یا به صورت طلا باشد یا نقره باشد یا اموال تجارت باشد. این معیار اصلی هست، یعنی این که معادل 85 گرم طلای 24 عیار باشند و یک سال قمری کامل بر اونها گذشته باشد. یعنی از زمانی که این پول و این طلا در اختیار شما هست، مال شما شده، یک سال کامل که گذشت و بر اون زکات تعلق میگیره. در غیر این صورت زکاتی بر اون تعلق نمیگیره. دو شرط اساسی، یک سقف مشخصی رو دارد، 85 گرم طلا باید باشند یا معادل 85 گرم یا بیشتر، و این که یک سال کامل بر اونها بگذارد. در این صورت در واقع زکات بر مال مسلمان واجب می شود. و این مالی که شما به عنوان رهن پیش صاحب خونه گذاشتید، این مال شما هست، این مال شما هست، ملکیتش از آن شما هست، اختیارش مال شما هست. به هر لحظه می توانید که آن را از صاحب منزل بگیرید، جای دیگر خرج بکنید، کاملا حق دخل و تصرف را دارید. این از نظر شرعی حکمش حکم در واقع یک نوع امانتی است که شما پیش صاحب خونه گذاشتید. در صورتی که این گونه باشد بله بر اون زکات هست. یعنی رهنی هم که معروف است؟ بله، رهنی که این گونه معروف هست، یک پولی رو مبلغی رو گذاشتن پیش صاحب خونه. در صورتی که این رهن معادل 85 گرم طلای 24 عیار باشد و یک سال کامل بر آن بگذارد، در این صورت زکات بر این پول در واقع هست و 2.5% زکاتش رو باید پرداخت بکنن. قطع نظر از این که این رو به خاطر نیازش رفته اینو گذاشته یک جایی، مثلا خونه ندارد که خودش بنشیند، این موارد مطرح نیست. ولو این چه خونه داشته باشد یا خونه نداشته باشد، مجبور بشود که یک جای اجاره نشین بشود و این رهنی رو که داده، حکم این شرعی این رهن یک امانتی هست درس اون کسی که شما تحویل دادید، یعنی صاحب خونه. اگر به این صورت باشد که رهن باشد، هیچ گونه در واقع مشکلی نیست و به اتفاق در این زمینه زکات هست.
زکات در این زمینه هست. منتها تصور بکنیم که اگر یک فردی مستاجر اومده قرارداد بسته، فرض کنیم که 1 ساله یا 10 ساله 5 ساله به هر مقداری که در واقع بخواهد، قراردادی رو بسته و پول کل اجاره رو یک جا تحویل داده. تمام اجاره ماهانه رو قرار تحویل بده، همه رو 1 سال الان تحویل داده، یعنی الان یک پولی رو تحویل داده، فرض کنیم که ولو اینکه مثلا 50 میلیون کمتر یا بیشتر باشد، منتها در قرارداد اینو نوشتند که این مبلغ 50 میلیون یا کمتر بیشتر در مقابل و حق الاجاره مثلا 5 ساله هست. اینو تحویل داده، خونه رو اجاره کرده 5 ساله، کل این مبلغ را که به عنوان رهن باید میداد الان به عنوان اجاره داده. در این صورت زکاتی بر این لازم نیست، زیرا که این پول مال این نیست، این پول مال خود در واقع صاحب خونه هست و شما خونه رو مثلا 5 ساله یا کمتر بیشتر اجاره کردید و بدل اجاره رو در واقع پرداخت کردید. در این صورت زکاتی بر این تعلق نمیگیرد. اما در صورتی که رهن هست، یعنی پول مال شما هست و به صورت امانت گذاشتید نزد صاحب خونه، در این صورت زکات بر این پول لازم هست، منتها به شرط همین که معادل 85 گرم طلا باشد یا این که 1 سال کامل بر آن گذشته باشد. در غیر این صورت اون هم زکاتی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد رساندن ثواب به اموات، گفتن که آیا غذا پختن و به همسایه ها دادن به ثواب اموات میرسد؟ یعنی به این قصد که این ثواب اموات برسه، آیا ثواب داره یا نه؟ در مورد ایصال ثواب به مردگان راه‌های مشروعی وجود دارد که در شریعت اسلامی توصیه شده و مجاز هستند، مشروع هستند. انسان باید برای این که ثوابش، این ثواب عملی که می‌خواهد به مرده و به عزیزش برسد، باید همون راه‌های شرعی رو مد نظر قرار بدهد. من جمله دعا کردن برای مردگان هست، انجام حج و عمره برای مردگان هست، صدقه جاریه و یا صدقه دادن برای مردگان هست. اینها از نظر شرعی جایز هستند و هیچ گونه اشکال و ممنوعیتی رو از دیدگاه شرع در این زمینه وجود ندارد. و من جمله پختن غذا و تقسیم کردنش در میان فقرا و مساکین، یا اینکه به صورت خشک باشد، حبوباتی رو، مواد خوراکی رو تقسیم بکنه در میان مردم، هر دو صورتش جایز هست. اصل این مسئله هیچ گونه اشکال شرعی ندارد که شما بخواهید برای این که به مرده شما ثوابی برسد غذایی را بپزید یا این که به صورت ناپخته تقسیم بکنن در میان مردم. هیچ گونه ممانعت شرعی در این زمینه وجود ندارد. منتها باید مواظب باشند که این بر اساس رسم و رواج نباشه، بر اساس زنده کردن یک بدعت نباشد. بدعت به چه گونه هست؟ مثلا در یک منطقه این رسم و رواج هست و این بدعت رو در واقع زنده کردن که باید در روز سوم صاحب میت مجبور باشد که مثلا گوسفندی رو ذبح بکند. در روز سوم یا در روز هفتم یا در روز نمیدونم بعد از 2 هفته یا بعد در روز 40، اینها جز رسم و رسومات هستند و در واقع بدعاتی هستند که در دین اضافه شده. اساساً پختن غذا و تقسیم کردنش برای مردمی که از جای دیگر میآیند به قصد در واقع تعزیت گفتن، این به صورت کلی در شریعت اسلامی وجود نداشته. اما نه به این معنی که حرام هست، حلال هست، منتها با موازین شرعی. یعنی در صورتی که بر اساس رسم نباشد، در صورتی که این مال یتیم نباشد، در صورتی که شما بدعتی رو زنده نمی کنید. کسی اگر خواسته باشد بدون این که تعیین وقتی بکند، بدون این که روزی رو، سومی رو، 4 ماهی رو یا 40 رو تعیین بکند، خودش خودسرانه و با میل قلبش از مال حلال خودش خواسته که یک در واقع خیراتی رو انجام بدهد برای مرده خودش، این از نظر شرعی مشکلی ندارد. اما این که چون که مردم بهش بد میگویند، اگر روز سوم غذا نداد این بد هست، زشت در جامعه، اگر مجلس ترحیمی رو راه نینداخت در بعد از 2 هفته، بعد از روز هفتم یا بعد از 4 ماهش یا 40ش و 40مش، اینها از نظر شرعی حرام هست. یعنی خود این مراسم گرفتن، روز 3 گرفتن، هفتم، 40 و 4 ماه گرفتن، اینها از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست و ایجاد یک نوع بدعت در دین هست. اون چیزی که در شریعت اسلامی توصیه شده این هست که مردم دیگر، همسایگان، خیشان و اخوام، برای اون کسی که اتفاقی در خونش افتاده، کسی در اون منزل فوت کرده، بقیه مردم بروند به اونها غذا بدهند، به خاطر این
که اونها مشغول هستند، مصیبتی بر سر اونها اومده، شاید حوصله غذا پختن رو نداشته باشند یا نتوانند که غذا بپزند، مردم دیگر باید یک روزی حداقل یا چند سه روزی بروند برایشون غذا بپزند و به اون اهل میت بدهند که خودشون در واقع مشغول هستند و این توانایی رو ندارند. به دلیل حدیث عبدالله ابن جعفر رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی، ایشون میگه زمانی که پدر من از دنیا رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما یشغلهم یا اشغلهم، اومده که برای آل جعفر، برای خانواده جعفر شما غذایی رو بپزید، زیرا که اونها دچار مصیبتی شدند که توانایی درست کردن و پختن غذا را ندارند. از نظر شرعی بقیه مردم باید غذا بپزند و ببرند خونه میت. این حداقل یک خانواده غذای مثلا ظهرشون رو یا شبشون رو تا 2 روز که اونها در عزا هستند این کار رو انجام بدن. اما این که اهل میت بیایند و غذا بپزند برای مردم، این در واقع در شریعت اسلامی هیچ گونه وجودی رو نداشته و به اتفاق جمهور مذاهب اهل سنت و الجماعت و علمای اهل سنت و الجماعت این عمل مکروهه. یعنی دعوتی گرفتن روز سوم، روز چهلم، روز 4 ماه یا کمتر بیشتر، این در واقع مکروه هست و حتی بسیاری از علما اینو در حد حرام قرار دادن. روایتی هست که از در سنن ابن ماجه از جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه که ایشان میگه کنا نعد الاجتماع الى اهل المیت و صنع الطعام من النیاحه. ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدن در خونه میت را و غذا پختن اونجا را جز نیاحت میدونستیم. این نوحه‌گری بوده و نوحه‌گری به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت حرام است. پس بنابراین در صورت و کیفیتش باید حتما دقت بکنند. اگر کسی بعد از گذشت چند روزی، چند ماهی، چند سالی دلش خواست که برای مرده خودش ایثار ثوابی بکند، غذایی رو پخت بدون اینکه مردم بفهمند که این به مردگانی هست و به خاطر مرده خودش این کارو کرده، یک هدیه رو بردند خونه یکی از فقرا یا یکی از همسایگان یا موارد دیگر، این جایز هست، اشکال شرعی وجود ندارد. اما این که بر اساس زنده کردن یک رسم باشد که بعد از 3 روزش باشد یا بعد از 7مش باشد، 40مش باشد، 4 ماهش باشد، خود این عمل در واقع یک عمل ناجایز هست که در شریعت اسلامی هیچ گونه در واقع دلیل و مدرکی رو ندارد. منتها قضیه دیگری که در اینجا هست، بالفرض اگر کسی رفته بود مثلا خونه برای عزا رفته بود، از یک شهری رفته به شهر دیگر، خویشاوندانش هستند یا آشنایانش هستند، برای تعزیه رفته. الان وقتی که در اونجا رفته برای تعزیه گفتن، سفره رو آوردن، وقت غذا بود، وقت نهار بود، هیچ گونه اشکال ندارد، میتواند که از اون غذا بخورد. یا این که اهل میت به خاطر مهمانی مردم، به خاطر مهمانی عزیزانشون از دور اومدن برای تعزیت، غذایی رو درست کردند، خوردنش باز هم هیچ گونه اشکال شرعی نداره. این اکرام مهمان است. اینو به خاطر ایصال ثواب به میت یا به خاطر زنده کردن اون رسم و رواج انجام ندادن، به خاطر اینکه مهمانی از راه دور آمده برایش در واقع یه غذایی را آماده کردن. این از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. پس بنابراین اگر به خاطر حرف مردم هست، به خاطر زنده کردن یک رسم و رواج هست و یک بدعت هست، خود این عمل ناجایز هست، مکروه هست. بنابر قول بعضی از علما این کاملا حرام هست چون این عملی انجام دادن. اما اگر بدون تعیین روز و بدون تعیین در واقع زمان یا زنده کردن یک رسم و رواج باشد، اشکال شرعی ندارد و جایز است. درست. جزاکم الله خیر با این توضیح مفصلی که دادین. سوال بعدی بیننده در مورد زکات است و گفتن که آیا حقوقی که معلم میگیرد زکات دارد یا نه؟ این من توضیح دادم در مورد زکات. اموالی که یک مسلمان دارند این گونه نیست که تمام این اموال زکات داشته باشند. زکات خودش یک شرایطی رو داره. شرایط وجوب زکات یکی این است که این باید 85 گرم طلا باشه، معیار دارد و سقف داره، به اضافه این که 1 سال کامل بر اون بگذرد. هم معادل 85 گرم طلای 24 عیار باشد و هم این که 1 سال کامل بر آن بگذرد. اگر یک فردی مالی رو در اختیار گرفت، طلایی رو، نقره‌ای رو، پول نقدی رو در اختیار گرفت، مال خودش بود و در ملکیتش اومد و با همین مواصفاتی که من عرض کردم بیشتر 85 گرم طلا معادل این بود یا اینکه بیشتر بود و 1 سال کامل بر اون بگذرد، این زکات دارد. و اموالی رو که به اصطلاح در واقع جزء حقوق هست، جزء حقوق فرق نمیکنه حقوق معلم باشد یا حقوق هر کسی باشد یا حتی کسی که تاجر هست،
حتی کسی که تاجر هست یک مالی به دستش اومده منتها این مال را قبل از این که 1 ساله بشود از دستش رفته دوباره مصرفش کرده، هیچ گونه زکاتی بر این نیست ولو اینکه مبلغش میلیاردها هم باشد. یعنی مالی که از دستش رفته رو حساب نمیکنه؟ مالی که در ملکیت شما باقی نمانده تا 1 سال زکاتی بر شما لازم نیست. 1 سال باید در ملکیت شما باشد، در حساب شما باشد، در خونه شما باشد، در تحت اختیار شما باشد، چیزی که به کسی داده باشید یا در بانکی گذاشته باشید یا در خونه تون باشد. اگر 1 سال کامل این مال در اختیار شما بود زکات دارد، در غیر این صورت زکاتی ندارد. پس بنابراین با توجه به این معیار کلی شما خودتون جواب رو باید دریافت بکنید آیا حقوق معلم یا حقوق کارمندی زکات دارد یا زکات ندارد. اگر این حقوق مونده، به طور مثال حقوق واریز می شود در حساب یک فردی و این فرد این حقوق را دست نمی زند، حقوقش را مصرف نمی کند، این در حسابش اومده 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه تا 1 سال کامل شده، تا 1 سال کامل شده. خب این حقوق ماه اولش الان 1 ساله شده، یا حقوق ماه دومش، ماه سومش با گذشت زمان که وقتی که 1 سال میشه بر اون زکات لازم میشود در صورتی که به سقف زکات برسد، یعنی معادل 85 گرم طلا باشد. در غیر این صورت زکاتی بر اون هم لازم نیست. اما حقوقی رو که انسان میگیرد امروز حقوق رو گرفته تا وسط ماه یا تا آخر ماه یا فرض کنیم که بماند بعد از چند ماه همین در واقع مصرف بکند، این هیچ گونه زکاتی بر این لازم نیست. حقوقی را که شما دریافت کردید گرفتید تا آخر ماه نرسیده، تا آخر سال هم که نرسیده باشد، حقوقی که شما اونو به فرض ذخیره کرده باشید تا آخر سال نرسیده باشد، هیچ گونه زکاتی بر گردن شما نیست. فقط مالی زکات دارد که 1 ساله بشود در زمانی که در ملکیت شما هست و مبلغش به اندازه 85 گرم طلا باشد. پس بنابراین حقوقی که گرفته می شود و مصرف می شود زکاتی بر اون لازم نیست. اما اون چیزی که گرفته می شود و ذخیره می شود، اون زمانی که 1 ساله شد، هر وقتی که 1 ساله شد با همون معیاری که عرض کردم زکات دارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر کسی بخواد مثلا مال پدر یا برادر خودش را وردارد یا خوردن مال پدر یا برادر، آیا این کار حرام است در صورتی که خودشون هم بدونن؟ ما یک اصل و معیار داریم در اینجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. مال یک فرد مسلمان را شما نمیتوانید تصاحب بکنید یا از آن استفاده بکنید مگر با رضایت خودش. هر کسی که رضایت داشت شما می توانید از مال اون استفاده بکنید و بهره ببرید، اما در غیر رضایت چنین چیزی جایز نیست. اما مواردی هست که در میان خانواده ها هست، یعنی خوردن از خونه پدر باشد، خونه مادر باشد، خونه برادر یا خونه خواهر باشد، این از نظر شرعی اشکال ندارد. اگر میدونید که اون مواردی که شما برمیدارید و به اون گونه که در سوال اومده خودشون میدونند و راضی هستند، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. شما می توانید وقتی که در خونه پدر و مادر رفتید غذایی بود بدون اجازه بردارید بخورید، خونه برادر، خونه خواهر رفتید، خویشاوندان نزدیکتون رفتید و حتی بدون اجازه می توانید اون غذایی رو که متعارف هست، غذایی رو که متعارف هست، معمولا مردم یعنی با این حساسیت ندارند و از نظر عرفی هم هیچ اشکالی نداره که کسی از اون استفاده بکنه، از نظر شرعی هم هیچ گونه اشکالی ندارد. می توانند که در واقع ولو بدون اجازه شون باشد، ولو بدون اجازه شون باشد اون در واقع مصرف بکنند. منتها اگر مالی هست که در سقف بالایی هست، مال زیادی هست و بدون رضایت نمیتونه چنین چیزی رو تصاحب بکنن. اما خوردن از غذایی که در داخل منزل هست این جایز هست و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان هم خواهش میکنم از آقا رفیع که شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنن تا بینندگان تماس بگیرن و سوالای شرعیشون را مطرح بکنن. بیننده بعدی گفتن اگر یک رسمی در منطقهشون هست، یعنی سوال کردن که به چه صورته، گفتن بعضی اگه یک کسی مریض میشه چند تا تخم‌مرغ میارن و دم میکنن و میشکنن، میگن که این نظر یا چشم خورده و به این وسیله میخوان این نظر رو بر بگردونن. میخواستم بگن آیا این کار درست است یا نه؟ از نظر شرعی نظر شدن یا در واقع مورد چشم زخم قرار گرفتن این یک واقعیتی هست که وجود دارد، امکان دارد که انسانی دچار در واقع اضطراب بشود در این زمینه به خاطر اینکه اونو چشم زدن، چشم زخم خورده. منتها راه علاج و معالجه یک راه شرعی دارد.
یک راه شرعی دارد که اونگونه باید معالجه بشود. معالجهش از نظر شرعی این هست: اون کسی که شما مطمئن هستید که فلانی چشم زده، یا این که احتمال میدید که فلانی در واقع چشم زده باشد، این است که بروید اون فردی که چشم زده وضو بگیرد و این آب وضو رو بیاورید بر سر این بیمار بریزید. این راه شرعیش هست. انشالله این مفیدترین راهی است که در این زمینه وجود دارد برای باطل کردن چشم زخم و چشم بد. منتها این مواردی که تخم مرغ رو بیارند یا بر اون بنویسند یا بر اون بخونند یا اون رو در واقع موارد دیگری که انجام میدن، اینها راه ناشرعی هست و جایز نیست، مشروع نیستند. اینها حداقلش این است که بدعت هست، حداقلش این است که بدعت هست و جایز نیست و حرام هست. اگر به اعتقاد این باشد که از این نفعی حاصل می شود یا ضرری دفع می شود، حتی در مرحله شرک هم می رسد. یعنی حرمتش در مرحله و در سطح شرک هم می رسد، در صورتی که شما معتقد باشید که خود این شکستن تخم مرغ یا ترکاندن تخم مرغ در واقع شری رو از شما دفع بکند یا اینکه منفعتی رو به شما برساند. این هیچ گونه اصل شرعی ندارد. حداقلش این است که این بدعت هست و حرام هست و چه بسا که حرمتش در حد شرک هم برسد. پس بنابراین از چنین موارد حتما باید پرهیز بکنیم. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله. اولین بیننده رو میگیریم. فقط بینندگان خواهش میکنم که از طریق تلفن صدای ما رو بشنون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، سلامت باش. برنامه وصال حق، برنامه پرسش پاسخ و منتظر سوال شرعیتون هستیم. ممنونم. خدمت کارشناس محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که سلامت باشید. بنده زیاد وقت نمیگیرم. سوال شرعی داشتم در مورد اینکه در مورد بیع مؤجل، جنسی که به مدت فروخته بشه، کسی که به اصطلاح بالاتر باشه، اشکالش از نداره و همین طرف خریدار این جنس رو در جای دیگه نقد بکنه، طبیعتا یه مقدار ضرر خواهد کرد از قیمتی که به اصطلاح خرید. این معامله از نظر شرعی اشکال نداره؟ ممنونم از شما و کارشناس محترمتون. موفق و معید باشید. بخشین بیان گرامی، لطفاً دوباره سوال تکرار کنید اگر صداتون هست. عرض کردم خدمتتون در مورد بیع مؤجل بله از لحاظ فقهی بهش اطلاق میشه. درست. یعنی جنسی که به اصطلاح قیمت نقدیش درست. مثلا به مدت بفروشی با قیمتی بالاتر از قیمت نقدی، آیا از نظر شرعی این طرف خریداری کرده بخواد جنسو یه جای. والا صداتون واضح نیست، یعنی سوال تقریبا واضح است ولی آخر چیز مبهم هم هست، باز هم هنوز صدا قطع میشه متاسفانه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. حضرت ایشان مونده نباشه. سلامت باشه. سوال داشتم. بفرمایید. ما در خانه دارم، خانه در قالین هایی که ما زمین بمیپرتیم یک تا جیوتی هست. مثال خانه هایی هست که ما در خانه خواب نمیکنیم. بخشین صدا بازه هر جایی زکات داده میشد یا نه؟ بله. بعد دویم گفتنی بودن که درباره اون معرفی که درباره میت میشد در تاجیکستان، درباره میت همین کارو عینا ما در نصرانی ها که زندگی میکنن در طرف ما در تاجیکستان ما همین کارو در نصرانی ها دیده میشود. یعنی پوشیدن لباس ها در نصرانی ها؟ نه لباس نه، آن معرکایی که 7 و 40 سال در میت میشد. بله استاد درباره معرکه گپ زدن، استاد عبدالقدوس بعد میت سه بگه میتیسن، سه اون تمامی که برای میت میتین در تاجیکستان ما هم هست، لیکن عینا همین کارو نصرانی ها میکنن. درست. یعنی شباهتی است که بین در اونجا این رسم بین نصرانی هم وجود داره دیگه. تشکر میکنم از شما. این بس که از نصرانی ها موندگی ما تقلید به اونها میکنیم نمیفهمم. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. لطفا از طریق تلفن با ما حرف بزنید بیننده گرامی.
وصال حق. وصال حق و منتظر سوال شرعیتون هستیم. ببخشید من یک سوال داشتم. آیا کسی که بخواه وساق فاید کنه زنم میتونه بره فاتش یا نه؟ برای فاتح خونه یا برای سر قبر؟ سر قبر نه، فقط بره طرف خونه، بره تو خونه وساق بله. خونه از ما بخواه بره فاتح بده. زن جایز است بره یا نه؟ انشالله پاسخ دریافت میکنید. سوال دیگه هم دارین؟ دست شما در نکنه. تشکر از سلامت مولانا دیکان از چیز. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من از تاجیکستان هستم و شما تهیه‌گران برنامه پرسش و مداری خیش رو بیان کردنیم. تشکر با شما که شما مردمی که از شیور کتاب بخبر هستیم رو برمیگردونید. یک دو سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. میخواستم که استاد عبدالقدوس دهقان کمی درباره حق زن، چه حقها زن در بالای مردش، شوهرش کمی معلومات دهید و میخواستم بگوید که آیا به مردی که مردی مسلمان درست است که با زنهای نامحرم هم صحبت شود، در یک جای مثال در یک خانه جایگیر باشند؟ مثال میخواستم که کمی معلوماتی پورا دهید که همین مردهای تاجیکستان اصلا با طریق اینترنت با زنهای نامحرم صحبتهای نامحرمانه میکنن. برای میخواستم یکم برنامه باشد بهتر میشد که یکم برنامه تهیه کنید. درست. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیانده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیانده گرامی. راحت شد. سلامت باشین. لطف کنید صداتون یکم بلندتر کنید. عبیدالله از افغانستان سوال داشتیم. عبیدالله در خدمت شما هستیم. استاد چند روز تقریبا یک ماه قبل بین خواهرم و خانمم یک جنگ صورت گرفت. بعد از وقتی که من مداخله کردم، مداخله من سببی شد که خانمم لط کردم و همسرم هم. ببخشین یکی بلندتر صحبت کنید، دوباره سوالت بگین. بعد از مداخله بعد از مداخله هم خانم هم همسر مردی از لط کردم و عرف ناگهان مادرم که متوجه می شد که همراه ما گفتگو کرد. در این گفتگوش یک دم به خداوند متعال یک دشنام داد. بعد از ما متوجه شدیم که مسئله کفر است. برای گفتیم توبت و اما حال یک دغدغه در وجود ما پیدا شده که آیا خود جهالتی که مثلا یک شخص از روی جهالت حکمش نمیفهمه برای خداوند متعال دشنام میده، این هم سبب کفرش میشه یعنی؟ و اگر یه احیانا سبب کفر شده آیا نکاحش پس بعد از توبه نکاحش درست است و یا خیر؟ و همچنان من 28 سال عمر دارم. تقریبا زمان 10 یا 9 سال داشتم. یک روز مادرم همراه پدرم جنگ کرد و کم یادم میاد پدرم هم یک دشنام میده به خداوند متعال بود، اما درست دقیق به یادم نیست. یعنی یک واقعیت است و از اون فعال این مسئله برای من که جنجال متلقیت مکی است. سوال دیگه هم داری بیان گرامی؟ ضمن سوالات را که از طریق سایت روان کردیم، یک دوستا هم گفتن که برشون جواب ارائه نشده. اگر به سوالاتی که در ایمیل روان میشه برای ما هم توجه بکنیم. سلامت باشین. سلامت باشین. سلام علیکم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادر عزیز، سلام من برادر عبدالقدوس دهقان برسونید. و علیکم السلام ان شاء الله. حتما چند روز میشود که همین بسال حق تماشا کردن نمیتونستیم برادر. درست. پیروزی خداوند که ان شاء الله خودی با تماشا کردیم. یک سوال ها داشتم از 4 تا برادر. ان شاء الله. سوال شرعی هم داریم؟
سوال اول همین است که برادر رو حج رفته سودان، در همین رفتنش هم ضیافت میکنن و باز اومدن هم ضیافت میکنن از حج بیامده برادر. بله. همین هم یک جوابش میدادید. با اونجا بعد حج میرم با زیارتی قبرایی که اونجا میرم همون هم جوابش میدادید. دویم سوالم همین حدیثی عروسی یک بار فهمیده بودم که برادر رفتنش توی به خبر میکنن، رفتنش واجب، حدیثش گوش کرده بودم اکو توی هم میشود که در طرف ما بخی همین وای ارتیست دارد و بخی توی مسلمان نیست. درست. برای عروسی که اختلاف سوال هست دویم هم برادر اجابه حجامه دعوتش کردم. سال بعدی حجامه کردم برادر، حجامه کردن حجامه کردم به هم روزه یا تورات میشکند یا نه؟ همون در آدمی حجامه کردستگی پول دادن جایز است یا نه؟ درست. و سال بعدی آخرین سال سوال بعدی امامی که در 3 دقیقه همون نماز تیز میخوند تحیات و تا درجه اسپید نمیکنه آدم. بله. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. تشکر. پشت بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. برنامه وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق و سوال شهریتون رو بفرمایید. از طریق تلفن با ما صحبت کنید. من یه سوال صداتون داره پخش میشه و سوال شهریتون رو بفرمایید. میخواستم بدونم در مورد گل محمدی، آیا گل محمدی اینطور که خوشبو است آیا عرق محمد صلی الله علیه و سلم است؟ و اگر عرق محمد اینقدر خوشبو است خود حضرت مبارک چقدر خوشبو بوده؟ و اگر خود حضرت مبارک اینقدر خوشبو هست میخواستم بدونم که بهش دیگه چقدر خوشبو باشه. بله انشاءالله توضیح میدیم در مورد این گلی که منسوب است به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. فقط از طریق تلفن ما صحبت کنیم گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد گرامی. علیکم السلام، سلامت باشین. سوال شهریتون بفرمایید. واسه دو تا سوال داشتم. سوال اولم این است که بعضی خانم‌ها با حرف شوهرشون خوب گوش نمیدن ولی زبون بازی میکنن امرویشون. سوال دومم این بود که اکثر خانم‌ها بجز این که مثلا برای خود شوهر خود آرایش کنن از اون که بهتر برای بیرون آرایش میکنن. میخواستم در این باره اگه سوال ما رو جواب بدین. تشکر. درست. تشکر میکنم از شما. بیانیه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. وصال حق. وصال حق و سوال شرعیتون رو بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. یک سوال مقصد همین مسئله خرید فروشی و خروجی خطی. خرید و فروشه؟ مقصد ما خرید فروش میکنیم. مثال برادرای میایم از ما پولی خروجی را میگیرن. مقصد در یک هفته بعد همون را میگیرن 5 میلیون 3 سوم بلوش نمیرن میتن برام. چیکار میشه؟ درست. پول خرید فروش صرافی دیگه، پول خارجی. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم. بیانیه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد یه سوال داشتم ارتم دکتر مبارکتون. آیا خوردن عرق در این ماه چه حکمی داره و آیا نماز عید قربان قبول میشه یا نه؟ خوردن عرق؟ بله خوردن عرق همین الکلایی که ایرانی درست میکنه در سازا. عرق چه عرقی باشه یعنی؟ منظور شرابه یا عرقیاته؟ بله همین شراب. بله. چه
چه حکمی داره؟ آیا نماز عید خوردن قبول میشه یا نه؟ من نمیشه. درست. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. شیخ کافی 15 تا یا بریم ادامه بدیم؟ سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. در خدمت شما هستیم بفرمایید. سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. در مورد خوردنی ها داشتم. بفرمایید. بله. در مورد خوردنی های دریایی مثلا مثل اختاپوس و فیل ماهی، اسب ماهی، مار ماهی، اره ماهی، اینا مثلا خوردن اینها حکم داره و همچنین گیاهان از زیاد نیستن مثلا تو صحرا و اینها هستن خوردن این درست صداتون اگه لطف کنین قضیه دوم بلندتر صداتون بلندتر کنین چون صدا خیلی پایینه. در مورد گیاهان خوردن چه گیاهانی جایز خوردن چه گیاهانی مثلا بعضی داروهای گیاهی هست اسم خودروس و نمیدونم یه اسم عجیب غریبی دارن درست به خوردنشون جایزه مثلا چه گیاهی حرامه چه گیاهی جایزه خوردنشون. درست ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. سوال دیگه هم دارین؟ متشکرم. سلامت باش. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. صدای شما داره پخش میشه بینندگان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بفرمایید. شخصی که بسیار عابد است اما در نماز جماعت شرکت نمیکنه این چه حکم داره؟ باشین دوباره تکرار کنید. شخصی که بسیار عابد است شخص اما عابدی در نماز است. جماعت شرکت نمیکنه. خب این اگه عابد بود که شرکت میکرد. در نماز جماعت مسجد و مسجد نمیره. درست. سلام علیکم. سلامت باشین. گرانه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. به سال حق. به سال حق و صداتون داره پخش میشه. سوال شرعیتون بفرمایید. لطفا از طریق تلفن با ما صحبت کنید. گرانه بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید من علیکم السلام. دارم صداتون داره قطع وصل میشه. صدا واضح نیست. اگه لطف کنید شماره تر صحبت کنید و بلندتر. صدا الان خوب نشد. بله صدا بهتر نشد. الان بهتره خوبه. ببخشید من سوالم درباره حالا فقه درباره جن هست که اجنه به انسان میتونن ضرر بزنن یا نه و ما چه کار کنیم؟ یعنی دعایی شما خواهش میکنم از مولانا دهقان که یک دعایی بگن، یک وردی چیزی باشه که ما از این اجنه بلاهایی که میارن سر ما نگاه. الان ما در منطقه سرباز هستیم، یکی هست که شبها بعضی هم میگن یک جن میرن میبینن یک انسان به شکل یک انسانی است که ریش بلند حنایی داره، موهای حنایی داره، خیلی مثلا وحشتناکه. و همه مثلا میگن اکبر جنگیر. یعنی یه مدتی شده که تو سرباز این شایعه پیش اومده که اکبر جنگیر اومده، شبا میاد تو خونه مردم سر میزنه. حالا من خواهش داشتم از شما، چون واقعا خیلی از مردم ترسیدن. من خودم بچم شبا خوابای بد میبینه. یعنی بیان این قضیه قدیمی از کودکی اینو گفتن یا جدیدن چنین چیزی رخ داده؟ چون خیلی جاها همچین چیزی برای ترسوندن بچه‌ها میگن معمولا. من جدیدن واقعیه، من خودم ندیدم اما همسایه من گفته دیده، شب میاد میگه اسمش اکبر جنگیره. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنم. حالا من یک دعایی چیزی. بله سوال واضحه، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. من بیننده عزیز خواهش میکنم از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. همین که صداتون تماس بس شد دیگه صحبت بکنید. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. شاید یه سوال داشتم. در خدمتتون هستیم. من از کنارک زنگ میزنم ایران و سوالم اینه که مردی که مثلا هوش و حواس خودش نباشه به زنش بگه مثلا 1 2 3 و خواهر مادر من این چیز دستش بده و نه چیز دیگه زنش بزنه بره خونه خودش، این در مورد شما چی میگید؟ بله. مرد اصلا تو هوش و حواس خودش نبوده. یعنی چی که تو هوش و حواس خودش نبوده؟ یعنی منظورتون چی هست؟ یعنی قرص خورده بود تو هوش و حواس خودش نبوده. یعنی تو هیچ موردی خودش نمیدونسته که چی میگوید، نمیدونسته کجا نه هست؟ نه. بسیار خوب. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. خیلی ممنون. سلامت باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. الو، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال شهریتون بفرمایید. یکم سوال این که باید چه شخصی قربانی کند؟ در موقع حج یا کلا؟ نه کلا. بله. دویم سوال این که آیا بر تلاوری که استفاده میبرد زکات میدهد یا نه؟ بر چی چیزی؟ تلا. بله. جزاک الله خیر. سلامت باشین. سوال کافیه 21 یا بریم آخرین بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. یه دانه سوال شرعی داشت. بفرمایید. خواستم بدانم در مورد ازدواج و اینها آیا بخشید صداتون پایینه، لطفاً یکم بلندتر صحبت بکنید چون اصلا متوجه سوال نشدم من. الو، الان صدا میاد؟ بله صدا خوبه. در مورد ازدواج الان مثلا مرسوم هست میگن یه دانه به صلاح ازدواج نکنید، یه دانه زن نگیرید، ولی ما شنیدیم که در اسلام چه چیزی نگن؟ چه چیزی نکنن؟ ببخشید باز متوجه نشدم. در مورد دعا میگن که چی کاری نکنید؟ ازدواج یه دانه ازدواج، ولی مثلا در صورتی که اسلام الان این فرهنگ هست که میگن یه دانه ازدواج کنید. والا من متوجه سوال نمیشم، صدا خیلی پایینه بیننده گرامی. الو، صدا پایینه، باید که بلندتر صحبت بکنید. میگن چه کاری نکنید در دعا؟ برای ازدواج میگم الان مثلا فرهنگی شده که هی میگن یه دانه ازدواج بکنید، یه دانه ازدواج نکنید. در صورتی که ما شنیدیم اسلام بیشتر از اینها اجازه داده و این فرهنگی که میگه یه دانه ازدواج کنید خیلی مشکل آفرینه. خواستم اگر توصیه صحبت نصیحتی جناب مولانا داشتن در این رابطه فرمایید. انشالله. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم از بینندگانم که پشت خط موندنم عذر میطلبم و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت
حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت. فقد أنكرت منها ما عرفت. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده سوالشون کلا در مورد بیع معجل بود که چه حکمی داره نظر شرعی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوالشون قسمت آخرشون یا سوال دومشون واضح نبود. سوال که در سوال بود متاسفانه اولشون که در مورد بیع معجل بود. بیع جایز هست هم به صورت معجل و هم به صورت مؤجل، یعنی هم به صورت نقدی و هم به صورت اقساطی یا نسیتاً بیع و معامله از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. در مورد بیع معجل یعنی بیعی که اجل دارد، یعنی معامله‌ای که مدت دار هست و کالا رو الان تحویل گرفتید، پولش را بعد از مدتی یک جا یا به صورت اقساط در واقع تحویل میگیرند، اصل این بیع جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی در اون وجود ندارد. و همچنین جایز هست به خاطر اضافه شدن اجل، یعنی به اضافه شدن مدت قیمت کالا را بالا ببرند. منتها بالا بردن قیمت باید در هنگام معامله باشد، در اول معامله قید بشود که این معامله مدت دار هست، این کالا را من به تو میفروشم، در پولش را بعد از 6 ماه بعد از 1 سال کمتر و بیشتر تحویل میگیرم و قیمتش هم فلان اندازه هست، یعنی قیمتش مشخص باشد و مدتش هم مشخص باشد. هم قیمت مشخص هست، هم مدت مشخص هست و هم نوع معامله باید مشخص باشه که این معامله نسیه هست یا معامله نقدی هست. چه بسا اگر به صورت نقد باشد قیمت رو ارزانتر میدند و قیمتش کمتر میشود، اشکال شرعی ندارد. اگر این معامله مدت دار هست یعنی نسیه هست یا به صورت اقساطی هست و در مقابل این قیمتش را بالا برده، اشکال شرعی ندارد، اما به شرط این که نوع این معامله اول باید مشخص باشه. وقتی که شما معامله رو انجام دادید از همون اول هدف هر دو طرف، هم خریدار و هم فروشنده، نیتشون این است که این معامله قسطی هست یا معامله مدت دار هست که کالا رو الان تحویل میدهند و پول رو بعد از یک مدت دیگر.
این مورد اول. و قیمتش هم باید مشخص باشد. این کالا رو من به شما فروختم 1 ساله یا 6 ماهه، قیمتش هم مکتوب. این گونه نباشد که متردد نباشد در این معامله که اگر بعد الان پول دادی نمیدونم قیمتش 1 میلیون هست، اگر بعد از 1 ماه دادی 1,500,000 هست، اگر 6 ماهه دادی مثلا 3 میلیون هست. چون این موردی نباشه، مشخص باشه که این کالا رو من به شما فروختم، در مقابل این مقدار پولش هست، قیمتش هست و 1 ساله یا 6 ماهه این مبلغ را شما تحویل میگیرم. این از نظر شرعی اشکال ندارد. یعنی معامله قسطی یا معامله نسیه با قیمتی بالاتر از قیمت نقد از نظر شرعی اشکال ندارد، در صورتی که نوع معامله مشخص باشد و قیمت هم مشخص باشد و در مقابل تأخیر احتمالی، بالفرض که اگر خریدار تأخیر کرد در پرداخت اون مبلغ، قیمت کالا دیگه اضافه تر نرود. در این صورت ها به معجل یا معامله مدتدار جایز هست و اشکال شرعی ندارد. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی در مورد قضیه زکات سوال کردن، گفتن که خونه اضافی دارم، آیا این خونه زکات داره یا نه؟ خونه یا به صورت کلی ملک و املاکی که وجود دارند و خونه و ملکی که برای تجارت نیست، برای تجارت نیست، یعنی طرف اینو نخریده که دوباره بفروشد و در واقع کاروبارش هم خرید و فروش ملک و املاک و زمین نیست. خودش 2 تا خانه دارد، یه خودش برای خودش یه خانه رو ساخته برای اجاره دادن، یه خانه مسکونی دارد، خودش در آن ساکن هست، یه خانه دیگر دارد که یا اینکه کسی در آن ساکن نیست یا اساساً برای اجاره دادن اونو داده یا اصلا بهش ارث رسیده، در هر صورتی که هست. فقط خونه و ملک در صورتی زکات دارند که برای اجاره باشند، برای خرید و فروش باشند. بله، خونه ای که شما دارید اگر برای خرید و فروش است، امروز این خونه رو خریدید فردا میفروشید، این جزء اموال تجارت محسوب می شود و در آن زکات هست. اما خونه ای رو که شما دارید، یه خونه اضافی دارید، 2 تا خونه اضافی دارید، زمین در واقع کشاورزی یا مسکونی رو دارید که قصد فروش آن رو هم ندارید و برای خرید و فروش هم آن رو نخریدید و در ملکیت شما نیومده، در این زمینه بر چنین خونه یا بر چنین زمینی زکات واجب نیست. اگر به اجاره دادید از همون درآمدش، یعنی اون پولی که دریافت میکنند به عنوان اجاره، اونم در صورتی که به اندازه زکات باشد و 1 سال بماند زکات دارد. یعنی پولی که تحویل میگیرند به عنوان اجاره اگر 1 سال بماند و به اندازه 85 گرم طلا باشد زکات دارد، در غیر این صورت اونم زکات ندارد. خود زمینش هم زکات ندارد و درآمدش هم در صورتی که مصرف بشود و تا 1 سال نماند باز هم زکات شرعی بر اون لازم نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان بودن که در مورد آدابی که برای میت هست گفتن که همون کارهایی که مسلمان ها در منطقهشون انجام میدن، نصرانی ها و مسیحایی که اونجا زندگی میکنن هم همون کارهایی برای مرده انجام میدن که 7 روز و سال و چله و این چیزا رو انجام میدن. بله، به اتفاق تمام علمای مذاهب اهل سنت و الجماعت از حنفی گرفته مالکی، شافعی، حنبلی، تمام اونها اتفاق نظر دارند که این مراسم گرفتن، یعنی 3 روز و 44 ماه و 1 سال که سالگرد بگیرند برای مرده، از نظر تمام فقهای مذاهب اربعه این موردی هست که حرام هست، جایز نیست و در شریعت اسلامی اصلی رو نداشته. و چه اگر اینکه عادت نصارا باشد که به طریق اولا یک دلیل دیگری اضافه می شود بر دلیل حرمت و ناجایز بودنش، ولو این که عادت نصارا هم نباشد در شریعت اسلامی اصلی ندارد. شما اجازه ندارید که برای مرده خودتون مراسم بگیرید، یعنی 44 ماه و سال یا 3 روز و هفته این مراسم رو بگیرید و در این مراسم شادی بکنید، یا اینکه مانند شادی و مانند عروسی شیرینی پخش بکنید، غذا پخش بکنید. اگر میخواهید که به مرده شما ثوابی برسد بدون تعیین وقت و بدون تایید زمان و بدون در نظر گرفتن عرف و عادت و مراسم و رسم و رسوماتی که در منطقه شما هست، می توانید که برای مردگان خودتون در واقع ایصال ثواب بکنید، صدقه رو بدهید، چه به صورت غذایی باشه که پخته شده باشد یا خوراکی باشد، همش جایز است. اما زنده کردن 44 ماه و 3 روز و بقیه عادت هایی که وجود دارد، این از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست و بنابر تعبیری که ابن همام دارد یا بقیه علما دارند از احناف و غیر احناف، این بدعت مستقبحی هست، یعنی یک عادت زشت و خلاف شریعت اسلامی هست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن کسی که فوت بکنه آیا زن میتونه برای تسلیت بره خونه‌شون؟
بله، برای تسلیت گفتن به صاحب عزا، اون کسی که جزء محارم هستند یا برای همسایی هست، تسلیت گفتن به زنش از نظر شرعی زن میتواند که برود برای تسلیت گفتن، صرفا تسلیت بگوید. منتها معنی تسلیت گفتن این نیست که زن حتما باید بلند بشود برود در خانه میت و چند روزی را یا چند ساعتی رو در آنجا سفری بکند یا به تعبیری برود اونجا حاضری بدهد که حتما فلانی اومد. تعزیه گفتن حتی با یک تلفن، با یک پیام شما می توانید که این تعزیه را در واقع بگویید. و همون مطلبی که من قبلا عرض کردم از حضرت جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه که این اجتماع در خانه میت اساسا این را اجتماع در خانه میت را اینو در واقع حرام میدونستند، اینو جز نیاحت میدونستند و جز نوحه‌گری میدونستند و این گفتند که حرام هست اجتماع در خانه میت. و تمام فقهای اهل سنت و الجماعت گفتند که حق مسلمان هست که شما میتوانید به اون تعزیت بگویید. وقتی خوشحال شد، مراسم به اصطلاح خوبی براش بود، عروسیش بود یا مناسبت دیگری خوشحال کننده بود، بهش تبریک بگویید و در هنگام مصیبت بهش تعزیت بگویید و تسلیت بگویید. این جایز هست. اما تسلیت گفتن لازم نیست که حتما شما در منزلش بروید. برای نماز اومده در مسجد دیدید تسلیت بگویید، سر کار اومد همکار شما بود تسلیت بگویید، در کوچه خیابان دیدید تسلیت بگویید، با یک تلفن، با یک پیام یا با ارسال یک فردی، به هر گونه‌ای که ممکن هست، نامه‌ای، به هر گونه‌ای که ممکن هست تسلیت در واقع گفته می شود و این حق مسلمان در واقع ادا شده. خود این اجتماع که حتما باید صاحب منزل یک منزلی رو خالی بکنند، وقتی رو تعیین بکنند که فلان وقت بیایید، حتی اون کسایی که سر نماز جنازه بودند بهش تسلیت گفتن، الان دیگه نیازی نیست که دوباره برن جمع بشن. این اجتماع به خاطر تعزیت گفتن بنابر قول حضرت جریر ابن عبدالله بجلی این جز نیاحت شمرده می شود و اساسا جایز نیست، مگر در موردی که فرض کنید یک فردی از جای دیگر اومده، مسافری هست از جای دیگر اومده در شهر و دور بوده و سر نماز جنازه نرسیده و ممکن نبوده که به طریق دیگر تسلیت بگوید، الان رفته در خونش، این اشکال شرعی ندارد. اما اجتماع و مراسم گرفتن و 3 روز و 40 و 4 ماه اینها جز مواردی هست که جایز نیست. و اگر رفتن زن هم بدین معنی هست که نامحرمی در واقع نامحرم هست اساسا و راه امن نیست، بس برای زن لازم نیست که برود. منتها اگر راه امن بود، اشکال شرعی وجود نداشت، شوهرش اجازه داده بود، بدون اجازه شوهر بازم جایز نیست، شوهر اجازه داده بود و جز خویشاوندان نزدیک بودن یا دوستان نزدیک و عزیزی بودن، زن میتواند که تلفن بکند، پیام بدهد یا اگر اینکه لازم شد خودش برود یک 5 دقیقه تسلیتی بگوید بر بگردد. اما این که زنها معمولا عادت کردند که در فرض کنیم که 3 روز مراسم عزا گرفته باشند، هر روز این زن میرود و میآید و کل وقتش رو در خونه اون میت میگذارند، چون این چیزی به هیچ عنوان جایز نیست و این عزا گفتن نیست، بلکه این سربار جامع بودن هست و ایجاد مزاحمت برای اهل میت هست و چون این چیزی جایز نیست. اما به عنوان تعزیت گفتن و تسلیت گفتن با تماس تلفنی یا با رفتن با یک پیام از نظر شرعی جایز هست و اشکال نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن باز از تاجیکستان بودن، گفتن که در مورد حقی که یک زن بر مرد دارد صحبت بکنید و آیا این که یک مرد میتونه با نامحرم خلوت بکنه و از طریق تماس و اینترنت با او ارتباط داشته باشه؟ زندگی زناشویی که حقوق متقابلی هستند، به همون اندازه که مرد بر زن حق دارد، زن هم در واقع بر مرد حق دارد و هر انسانی باید حقش رو باید پرداخت. آت کل ذی حق حقه، هر انسانی که بر شما حقی دارد حق اون رو باید پرداخت بکنید و حقی رو که شما بر دیگران دارید هم از نظر شرعی میتونید این حق را مطالبه بکنید. هیچ زندگی زناشویی بدون از مراعات حقوق متقابل در واقع دوام پیدا نمی کند و زوجین روی سعادت و خوشبختی رو نخواهند دید. اگر تنها شوهر حقش رو مطالبه بکند از زن اما حق زن رو پرداخت نکند، چون زندگی در واقع به سرانجام نیکویی نخواهد رسید. و اگر همچنین برعکس باشد، زن تمام حق خودش رو مطالبه بکند از مرد بگیرد اما حقی رو که مرد برگردن اون دارد این حق رو پرداخت نمی کند، باز هم زندگی در واقع در چنین زندگی روی سعادت رو نمی بینند. حقوق یعنی زیادی هست بر زندگی مشترک و زندگی زناشویی، هم بر مرد هست و هم بر زن هست. منتها معمولا خواهران گلایه دارند که شما بیشتر حقوق مرد رو بیان میکنید، زیرا که مردان بیشتر در واقع شاید شنیده باشند در قبلا که این گونه بوده، مثلا در مسجد میرفتند یا در مدرسه میرفتند و فرصت بیشتری بود و این حقوق رو شاید مثلا بیشتر میشنیدند. اما واقعیت این است که همون اندازه‌ای که مرد
بر زن حق دارد، زن هم بر شوهرش کاملا حق دارد. من جمله این حقوق مثلا معاشرت و رفتار خوب هست که صراحتا الله متعال در قرآن کریم میفرماد و عاشروهن بالمعروف، با نحو احسن با زنان خودتون برخورد بکنید، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با یعنی گفتارتون، رفتارتون، نگاهتون یک نگاه محبت آمیز باشد. این حق اول زن هست. حق دیگر زن این است که امور شرعی رو باید مرد به اون آموزش بدهد. یعنی اگر برای زن میسر نباشد که برود در مدرسه یا در مسجدی یا در جای دیگر برود و احکام دینی و شرعی خودش را، واجبات شرعی رو فرا بگیرد، این حق زن هست که مرد باید از جای دیگر فرا بگیرد، یاد بگیرد این احکام شرعی رو، به زن در واقع باید منتقل بکند. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان را و خانوادهتان را از آتش جهنم نجات بدهید. و نجات دادن از آتش جهنم فقط راهش این است که احکام شرعی رو شما به زنان خودتان بیاموزید و اونها بر این احکام شرعی عمل بکنند تا اینکه از آتش جهنم نجات پیدا بکنند. پس بنابراین تعلیم و تربیت یکی دیگر از حقوق زن هست بر گردن شوهرش. و اگر که فرض بکنیم که شوهر چند همسر داشته باشد، عدل کردن جزء حقوق شرعیش است. یعنی این که در تقسیم شب و در تقسیم وقت باید عدالت بکند، برای نفقه‌اش، برای سکنایش باید عدالتی برقرار بکند و به قول معروف همه رو با یک چشم نگاه بکند. این هم جزء حقوق زن هست. و یکی دیگر از حقوقش این است که از اخطا و لغزش های زن باید صرف نظر بکند. این گونه نباشد که کوچکترین اتفاقی در خونه افتاد، خلاف سلیقه شما یک کاری رو انجام داد، فوراً به رخش بکشید که فلان روز فلان خطا رو انجام دادید و این زن بیچاره هم تا زمانی که در این خونه هست فقط یک افسرده بشود و در ذهن یک چیزی هست که من فلان کار رو انجام دادم، فلان خطا رو انجام دادم. اساساً انسان مسلمان باید خطاها رو صرف نظر بکند از برادر مسلمانش، از خواهر مسلمانش، و چه برسد در صورتی که در یک دایره تنگ زندگی زناشویی با همدیگر زندگی میکنند. روایتی هست در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند لا یفرک مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی آخر. هیچ مرد مسلمانی از اخلاق زن مسلمان ناراحت نشود، از این دلگیر نشود. یعنی همسر خودش که مرد و زن مسلمان که در واقع با هم دیگر زندگی میکنن، اگر یک اخلاقش، یک سلیقش با شما جور در نمیاد، یک اخلاق دیگرش خوب است. اگر یک خطایی رو انجام داده و یک در واقع حتی فرض کنیم که مورد منفی رو داره و نکته سلبی رو داره، در مقابل ایجابیات خیلی زیادی رو داره، نکات مثبت خیلی زیادی رو داره که اونها رو باید شما مد نظر قرار بگیرید. و این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که هیچ مرد مسلمانی یا به تعبیر دیگه هیچ شوهری از عملکرد همسرش ناراحت نشود. اگر از یک مورد اونو خوشش نمیآید و نمیپسندد، چندین و ده ها مورد دیگر هستند که آنها را کاملا در واقع میپسندد. پس بنابراین چشم‌پوشی از اخطاء و اشتباهات زن یکی از حقوق زن هست. و یکی دیگر از حقوقش این است که با زن بنشیند، حداقل حق یک وقتی را اختصاص بدهد برای خانواده خودش در واقع، یا وقتی که اجازه بیرون رفتن خواست زن، مثلا میخواست که برود خونه خویشاوندانش، خونه پدر و مادرش، خواهر و برادرش، از نظر شرعی شوهر باید به اون اجازه بدهد. حق شرعی دیگر این است که اون را ترکش نکند، زن را، یعنی ارتباطش رو با زن ترک نکند و حجرش نکند، یعنی به صورت کلی رهاش نکند، به گونه‌ای باشد که نه مانند بیوه ها هست و نه مانند کسانی که شوهر داشته باشند. نه بیوه هست که برود شوهر دیگری ازدواج بکنه دوباره، و نه اینکه شوهر دارد که شوهر در واقع سراغش نیاید. این هم جزء حقوقش هست که حتما باید رسیدگی بکند و اون رو در واقع ترکش نکند. یکی دیگر از حقوقش این است که عفتش را تأمین بکند، یعنی نیازهای جنسیش را تأمین بکند که این زن به فساد کشیده نشود. حدیث معروفی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان لاهلک علیک حقا، که زنت بر تو حق دارد. و همچنین تلطف در معاشرت و خود در برخورد خوب با زن، و همچنین حسن زن داشتن به زن، و این گونه نباشد که بدگمان باشد به زن. هر عملی رو که میگوید، هر عملی رو که زن انجام میدهد یا هر سخنی رو که میگوید شما بر محمل سوی اون رو حمل بکنید، بدگمان باشید به همسرتون. و همچنین عدم در واقع نشر دادن و منتشر کردن اسرار خانوادگی، این در واقع یکی از حقوق مؤکد زن و شوهر بر هم دیگر هست که اسراری رو که در
در خونه هست و اختلافاتی رو که در خونه دارند اینو در واقع بروز ندن جای دیگر و حقوق دیگرش که معروفتر است و از همه بیشتر مد نظر هست نفقه زن هست، مخارجش رو باید تأمین بکند به اندازه‌ای که معروف هست و به اندازه معتدل، لباسش رو باید تعیین بکند، مسکن مناسبی رو برایش تأمین بکند. اینها تمام جزء حقوقی هستند که در واقع زن بر مرد دارد. حتی در تفریح بردن زن این جز یک حقوقش هست. مثلا میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون محبتی که داشتن و با اون جایگاهی که داشتن با حضرت عایشه رضی الله تعالی مسابقه دو میدانی میدادن. در چند مورد این اتفاق افتاده. اگر مسافرت میرفتن قرعه کشی میکردند، یکی از همسران خودشون رو با خودشون میبردن. یا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مثلا در روز عیدی بود که در خونه ایشون چند تا کنیزک اومده بود، دخترک و دف میزدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ابوبکر اومد گفت این کار رو نکنید در خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که بگذار که مشغول خودشون باشند تا اینکه مردم بفهمند که در دین ما هم شادی هست و خوشی هست. یا مورد دیگر که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که یک گروهی از حبشه اومده بودند و در واقع ورزش رزمی رو انجام میدادند در مسجد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید به من فرمودند دوست داری نگاه بکنی؟ گفتم بله. میگه من اومدم پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادم و چانه و زخن خودش رو بر روی شانه رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته بودن و نگاه میکردن تا آخر که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن بس دیگه، سیر کردی؟ گفت بله بس یا رسول الله. تمام اینها مراعات کردن تمامی این موارد، مراعات کردن سلیقه ها و خاصه ها و رؤیاهای زن، اینها جزء حقوق زن هست. منتها در مقابل همین اندازه که عرض کردم و بیشتر از این هم که حقوقی بر زوجین هست، این حقوق متقابلی هست. یعنی حق شوهر بر زن حق دارد و زن هم بر شوهر حقوقی رو دارند که حتما باید مراعات بکنند. و در مورد سوال دیگرش ارتباط با نامحرم، ارتباط مشکوک با نامحرم به هیچ عنوان جایز نیست. یعنی زن و مردی که با هم دیگر نامحرم هستند و خصوصا اگر این ارتباط دور از چشم خانواده باشد و خصوصا اگر این ارتباطی باشد که شک برانگیز هست، یعنی حرفهایی رد و بدل می شود که دعوت به فساد است، به هیچ عنوان چنین ارتباطی جایز نیست. اگر در حد این است که یک زن مجبور هست برای اینکه سوال شرعی رو از یک برادری بپرسد، از امام در واقع مسجد بپرسد یا از یک فرض کنیم سایتی مطرح بکند یا به یک جای ایمیل بزند، اینها جایز هست، مشکل شرعی ندارند. اما ادامه دادن این ارتباط به گونه‌ای که به جاهای باریک بکشد و خصوصا در صورتی که دور از چشم خانواده باشد، از نظر شرعی یک دام شیطانی هست و باید تا حد الامکان از اینها قطعا باید پرهیز بشود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از افغانستان بودن که گفتن یک مشکلی بین همسرشون و خواهرشون رخ داد و او دخالت کرد و بعد از اون مادرش هم اومد و دخالت کرد و در این دعوا گفت مادرم، این مادر اون شخص به خدا دشنام داد و اون دشنامی که داد گفت آیا این دشنام دادن که از روی جهالت هم بوده باعث کفر میشه و اگر باعث کفر آیا نکاح درسته؟ نکاحی که بسته بودن؟ بله، دشنام دادن به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تمسخر به الله و رسول الله و دین اسلام، اینها ارتداد آور هست و کفره. یعنی انسان با چنین لفظی مرتد می شود و حتی ولو این که به صورت مزاح باشد، چه جدی گفته باشد چه مزاح گفته باشد، در واقع این کفر هست. و وقتی که کفر باشه بدین معنی هست که زن و شوهر از هم دیگر جدا می شوند. زن و شوهر از هم دیگر جدا میشن در صورتی که با اختیار این رو گفته باشه و به اندازه فرض کنیم که بی اختیار نشده باشه. اگر کاملا بی اختیار شده باشه، دیوانه باشه که مرفوع القلم شمرده بشه، اون حکمش یک حکم کاملا جداگانه است. اما انسانی که با هوش و حواس خودش و با اختیار خودش توهین بکند به الله متعال، فحش بدهد به الله یا به رسول الله یا به یکی از شعائر دین و عبادات دینی، این در واقع کفر محسوب میشه، حتی از روی جهالت، ولو اینکه نداند که حکم این کاری که انجام میدهد چه هست. حکم این کاری که انجام میدهد الله و رسول الله را یا دین را عمدن دشنام میدهد، عمدن مسخره میکند، ولو این که حکم دشنام دادن را یا حکم مسخره کردن به دین و یا به الله را نداند، باز هم در واقع این کافر شده، از دین اسلام خارج شده و زن و شوهر بر هم دیگر حرام میشوند.
زن و شوهر در این زمین بر هم دیگر حرام میشن. این یک مسئله هست که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت در این هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. هر کسی فرق نمی کند چه مرد باشد یا زن باشد دشنام بدهد به الله متعال یا به رسول الله صلی الله علیه و سلم یا به دین دشنام بدهد، این در واقع مرتد شده و زن و شوهر از هم دیگر جدا شدند. این یک امر مسلم و قطعی در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت هست. منتها در مورد این که این نوع در واقع جدا شدن به چه معنی هست؟ جدا شدن به چه معنی هست که در واقع از هم دیگر جدا شدن؟ عموم اهل سنت و الجماعت، یعنی مذاهب اهل سنت و الجماعت من جمله مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، اینها معتقد بدین هستند که این نکاح فسخ شده. این ارتداد به معنی فسخ نکاح هست. گویا که نکاحی رو بسته بودند، الان دوباره چیکارش کردن؟ دوباره به هم زدن این نکاح رو، پشیمان شدند از این نکاح. این حکمی هست که در مذهب عموم اهل سنت و الجماعت است و در مذهب امام مالک رحمت الله علیه این به عنوان یک طلاق باین محسوب می شود. یک طلاق باین در واقع محسوب می شود. اما از نظر عملی در هر دو صورت حکمش یکی هست، یعنی زن و شوهر از هم دیگر جدا شدند، چه به صورت فسخ باشد که اینو ملغاش بکنند، از بین بره این در واقع حکم نکاح، یا به صورت این که نکاح باینی باشد، چه طلاق باینی باشد که در مذهب امام مالک رحمت الله است. و در هر دو صورت این زن و شوهر باید دوباره از سر نو دوباره عقد بشوند، دوباره میتونند که با هم دیگر عقد بشوند. اگر عقد بشوند دوباره نکاحشون دوباره صحیح است و اون توبه کرده باشه، یعنی بعد از اینکه این حرف رو زده دشنام داده به الله متعال توبه کرده باشه، بعد از توبه باید دوباره تجدید نکاح بکنند، یعنی در حضور دو شاهد و با وکیل این زن دوباره با رضایت خودشون بیاند و از سر نو دوباره یک نکاحی رو دوباره بخونند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این است که گفتن که در منطقه شون که از تاجیکستان بودن، وقتی که به حج میرن و وقتی هم که از حج برمیگردن ضیافت میکنن یا مهمانی میگیرن. این سوال این بینندهمون یه مقدار مبهم بود، صداشون واضح نمیرسید. اگر منظورشون ضیافت باشه، مهمانی گرفتن برای حجاج باشه، چون این چیزی در شریعت اسلامی نیست. یعنی هیچ یکی از احکام شرعی که نماز باشد، روزه باشد، زکات باشد، حج باشد، اینها دعوتی گرفتن و در واقع مهمانی گرفتن لازم نیست برای اینها به هیچ عنوان، چون این چیزی وجود ندارد در شریعت اسلامی. و همین موارد هستند، همین بدعت ها و همین پیرایه های هستند که دین اسلام رو در واقع سنگین کردند. هزینه خود حج و رفتن به حج یک طرف، هزینه دعوتی دادن و هدیه آوردن یک طرف دیگر. این رو سبب شده که مردم در واقع بترسند از اینکه حج بروند. شاید یک فردی بر اون در واقع حج واجب شده باشد، هزینه حج رو دارد، اما هزینه مهمانی کردن رو، ضیافت گرفتن رو، هدیه آوردن رو نداشته باشد و عملاً به حج نمی رود. این یک گناه و یک معصیت خیلی بزرگ هست که به خاطر ترس مردم، به خاطر بدعتی که ایجاد شده، به خاطر این مراسم بیجایی که در واقع اصلی در شریعت ندارند، انسان از اصل عبادت و اصل واجب شرعی احیانا دور بشود. تمامی این ضیافت ها و مهمانی ها از نظر شرعی هیچ گونه اصلی رو ندارد و حج کردن مثل نماز خوندن هست. آیا برای این که یک فردی برود در مسجد نماز بخواند و بیاید بعد از اون باید ضیافتی رو برقرار بکند، مهمانی بدهد، برای شما هدیه بیاورد؟ درجه حج و نماز، این نماز قابل مقایسه نیست. نماز خیلی بالاتر از درجه حج هست. نماز خیلی بالاتر از حج هست. یعنی از میان ارکان اسلام رکنی رو که در میان صحابه اون رو جز مکفرات میدونستن، یعنی جز مواردی که ارتداد آور هست، ترکش رو کفر میدونستن، اما بقیه عبادات رو ترکش رو کفر در واقع نمیدونستن. و اولین و مهمترین رکن عبادی اسلام نماز است، اهمیت خیلی زیاد بیشتری رو داره. اما بعد از نماز نه ضیافت گرفتنی لازم هست، نه هدیه دادنی لازم هست و نه هم تبریک گفتنی لازم هست، چون این چیزی لازم نیست. حکم حج هم دقیقا همین هست، نه تحفه آوردن لازم هست، نه تبریک گفتن لازم هست برای حج رفتن و حتی نه حاجی گفتن لازم هست. بعضی در واقع عادت کردن به خاطر این میروند حج که یک پسوند و پیشوندی به اسمشون اضافه بشه، این هم لازم نیست. ضیافت گرفتن، استقبال کردن، گوسفند ذبح کردن در جلوی راهشون، تمام اینها جز بدعات و خرافاتی است که این عبادت ساده اسلام رو آوردن در واقع مشکل کردند که هم برای خود حاجی مشکل ایجاد میکنند، هم برای خانوادهش در واقع ایجاد مزاحمت میکنند که چه بسا حاجی از
حج بر بگردد و تا چند روز موفق نشود که خانم و همسر خودش را ببیند بر اثر مهمانای خیلی زیادی که رفت آمد دارند و مزاحمت در واقع ایجاد میکنند. این ضیافت ها تمامشون خلاف شرع هست و در واقع تضاد دارند با این سادگی که در دین مبین اسلام و خصوصا در بخش عبادات وجود دارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حدیثی هست که اجابت دعوت واجب است، ولی بعضی موقع دعوت انسان میشه به جاهایی مثل عروسی که در آن معصیت رخ میده. در این صورت انسان چیکار کنه؟ بله، اجابت دعوت واجب هست و یکی از حقوق مسلمانان هست. این اگر یک برادر مسلمانی شما را دعوت کرد در منزل خودش، از نظر شرعی واجب هست که بر شما اجابت بکنید. این دعوتی لازم نیست که حتما دعوتی باشه که یعنی در واقع یک مهمانی بزرگی باشه، در واقع غذای زیادی باشه. ولو اینکه این دعوت برای یک چایی باشه، برای یک شیرینی باشه، ولو اینکه برای اینکه چند لحظه بنشینن در منزل، این دعوت شرعی هست و از نظر شرعی این حق مسلمان هست. وقتی که شما را دعوت کرد شما باید اجابت بکنید و دعوت مسلمان را تا حد الامکان باید شما مراعات بکنید و اجابت بکنید و بروید خونه برادر مسلمانتون. اما رفتن سر مراسمی که در آن بدعت ها وجود دارد، خرافات وجود دارد و موارد غیر شرعی وجود دارد، اختلاط بین زن و مرد هست، موسیقی هست یا موارد دیگر حرام هست، شراب هست و موارد دیگر، به هیچ عنوان رفتن و مشارکت در چنین مراسم جایز نیست. این حق مسلمان نیست که شما را دعوت بدهد برای شرابخواری یا اینکه شما را دعوت بدهد برای شنیدن موسیقی یا برای دیدن زنهای بیگانه. این حق مسلمان نیست. حق مسلمان دعوت شرعی این است که شما را دعوت می‌کند برای غذایی که در منزل اون بخورید و هیچ گونه عوارض منفی در اینجا نباشد و ممنوعیت شرعی وجود نداشته باشد، اختلاط با نامحرم نباشد، مورد حرام دیگری در اونجا نباشد، موسیقی نباشد. در غیر این صورت اگر موسیقی باشد و اختلاط با نامحرم و یا گناه‌های دیگر، به هیچ عنوان شرکت کردن در چنین مراسم عروسی ولو اینکه جز خویشاوندان و نزدیکان باشند جایز نیست، ولو اینکه در واقع طرف هم ناراحت بشود. صراحت داشته باشین در این زمینه، چون که شما کار خلاف شرعی رو انجام دادید، اختلاط وجود دارد، موسیقی وجود دارد، شراب و رقص وجود دارد. بدین خاطر من در این معذور هستم و نمیتوانم دیگه در چنین مجالس شرکت بکنم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا حجامه کردن روزه و وضو را باطل میکند یا نه؟ از نظر عموم فقهای اهل سنت و الجماعت حجامت نه وضو را باطل میکند و نه روزه را. این عموم فقهای اهل سنت و الجماعت این نظرشون است، به دلیل روایتی که از حضرت عبدالله ابن عباس است و از دیگران هم روایت شده این مطلب که رسول الله صلی الله علیه و سلم که احتجم و هو محرم و احتجم و هو صائم، در صحیح بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگامی که روزه بودند، در حالت روزه حجامت کردند و روزهشون در واقع نشکسته. این قول راجی است که در این زمینه صحیح بخاری هست که یعنی با حجامت کردن و خون گرفتن روزه باطل نمی شد. اما در مورد شکستن وضو نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که خارج شدن خون جز شکننده های وضو هست. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه با خارج شدن خون وضو می شکند، اونم با شرایط خاصی که در مذهب امام صاحب وجود دارد، بدین معنی که خون در واقع جریان پیدا بکند. یعنی این گونه نیست که فقط خون ظاهر بشود. اگر خون مرده باشد و شما پوست خودش را یک کمی خراش بدید و این خون لخته بیرون بشود، وضوی شما نشکسته. اگر بدن شما خراشی بر بدارد و خون ظاهر بشود، خون را می بینید اما به ظاهر پوست نیومده و حرکت نکرده، بازم وضو در واقع نمیشکند. اگر دندان شما خون آمده باشد در دهان شما و با آب دهانتون آمیخته بشود و آب دهانتون بیشتر باشه، یک مقدار زرد رنگ باشه، بازم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو نشکسته. اگر یک فرض کنیم که عفونتی بر بدن باشد، با فشار دادن دست به زور این خون خارج بشود، بازم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو نشکسته. اما اگر خون خود به خود خارج شد بر اثر خراشی، این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شکننده وضو هست و در مذهب جمهور اهل سنت و جماعت شکننده وضو نیست. خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز خواندن پشت سر کسی که یک امامی که سری نماز میخواند در 3 دقیقه نماز رو تمام میکند چه کنه؟ ببینید در مورد نماز شما باید یعنی یک غیرت و حساسیت خاصی را داشته باشید. اون امامی که با خدای خودش این گونه راز و نیاز میکند، نماز را این گونه میخواند، این در واقع قابل اعتماد نیست.
نمازی که نه قرائتش کامل باشد، نه رکوعش کامل باشد، نه سجدهش کامل باشد، نه اذکار و اورادش در واقع کامل باشد که در 3 دقیقه یک نماز فرضی رو بخونند، این نماز رو به چه دردی میخورد؟ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه یک روزی فردی آمد در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، وارد شد و رسول گرامی اسلام نشسته بودند. یک فردی وارد شد، رفت یک گوشه نماز خوند، 2 رکعت نماز خوند و اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت السلام علیکم و رحمت الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب سلامشون رو دادند و بعداً گفتند ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان که تو نماز نخوندی. اون فرد رفت دوباره همون جایی که اول نماز خونده بود، دوباره رفت ایستاد، 2 رکعت نماز دیگر اومد، دوباره اومد سلام گفت. رسول الله باز هم این جمله رو تکرار کردند، برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. رفت برای بار سوم نماز خوند، دوباره اومد، بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان که تو نماز نخوندی. نمازی که در واقع 2 رکعت رو 4 رکعت که به جای خود حتی 2 رکعت نماز رو شما در 3 دقیقه بخونید، بدین معنی هست که قیام شما، قعود شما، رکوع شما، سجده شما، قرائت شما کامل نیست. شما واجبات نماز رو و فرایض نماز رو انجام ندادید. این نماز شایسته این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش فرمودن برو دوباره نماز بخوان که شما نماز نخونید. همین نماز رو شما تصور بخونید که شما در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانید. همین امام رو یک کسی بهش بگه که اگر جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخوانید، این گونه نماز بخوانید. اگر هم نماز بخوانی فکر میکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما چی بگه؟ آفرین، مرحبا، خوب نمازی خوندید. یا اینکه برعکس به شما بگوید که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان که تو نماز نخوندی. پس بنابراین اگر به دین خودتون اهمیت قائل هستید، حساسیت دارید برای دین و اعتقاد خودتون و برای نماز خودتون، من توصیه میکنم پشت سر امامهایی که قیامشون، رکوعشون و سجودشون کامل نیست، این رو نماز نخونید، تا اینکه یک مجبور بکنید شما ائمه رو تا اینکه نمازشون در واقع درست باشه، که عموما این گونه هست. الحمدلله ائمه مساجد این موارد رو مراعات میکنن. بالفرض اگر در جایی کسی پیدا بشود که قیام و رکوعش کامل نیست، شما به سجدهش نمیرسید، شما به رکوعش نمیرسید، شما هنوز به رکوع نرسیدید، اون بلند میشود، پشت سر چنین امامی نروید. شما همون گونه که در امور دنیوی خودتون دنبال بهترین میروید، برای معالجه خودتون دنبال بهترین پزشک میروید، برای نماز خودتون هم سعی بکنید که کدام امام در کدام مسجد بهتر نماز میخواند، برید پشت سر اون کسی که اعلم هست، اتقا هست، بهتر نماز میخواند، پشت سر چنین ائمه ان شاء الله بروید نماز بخونید. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن در مورد قضیه این که گل محمدی از عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بخاطر همین خوشبو هست، آیا این قضیه صحت داره یا نه؟ که در این زمینه در ادبیات فارسی حتی شعر هم سروده شده. در این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ویژگی های خاصی رو داشتند، هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع خوشبو بودند و یکی از صفات و ویژگی های پیامبران هست، به خاطر اینکه مردم در واقع از اونها متنفر نشوند، بوی بدی رو نداشته باشند. این یکی از صفاتی بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته و جریان ام ایمن هم که در این زمینه معروف است که عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگرفتند، در وقتی که خواب بودن با پنبه میگرفتند و اینو در خوشبوهای خودشون اضافه میکردند به خاطر خوشبویی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اساسا ایشون عطر رو هم خیلی دوست داشتند، هدیه عطر را کسی بهشون عطر میزد به هیچ عنوان این رو رد نمیکردند، جزء آداب اسلامی هست. اما این که گل محمدی از عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، این یک افسانه و خرافات هست، چون این چیزی وجود ندارد. اگر این عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بقیه گل‌های خوشبو عرق چه کسانی هستند؟ لازمش این نیست که وقتی که گلی بوی خوشی رو داره حتما باید عرق پیامبری باشد یا کسی دیگر، و از نظر عقلی همین درست نیست، امکان ندارد، و همچنین از نظر شرعی دلیلی ندارد که این گل محمدی در واقع به عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. این صرفا یک نامی هست که برای این گل به خاطر خوشبوییش که معمولا مردم که دوست دارند رسول الله صلی الله علیه و سلم را، شاید بدین خاطر اینو نسبت داشته باشند به رسول الله صلی الله علیه و سلم. معنیش این نیست که این گل رسول الله هست یا عرق رسول، بوی عرق رسول الله هست، یا این که از عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم به وجود آمده باشه، چون این چیزی صحت نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی 2 سوال داشتن در قضیه این که گفتن بعضی از زنها نافرمانی میکنن از شوهرشون و حتی
آرایشی که در بیرون از منزل میکنن برای نامحرم بیشتر از آن چیزی است که برای شوهر میکنن. یکی از حقوق مردها، البته فرصت نیست که من زیاد در این زمینه تفصیل بدم که حقوق مرد حقوق زن رو من بیان کردم. یکی از حقوق این که مردان بر زنها دارند این است که در موارد شرعی باید اطاعت بکنند. اگر شوهر به شما دستوری رو داد که مطابق با شریعت اسلامی هست، با هیچ جای شریعت تضادی رو در واقع ندارند، زن باید در این زمینه مراعات بکند و حرف شوهر رو در واقع باید قبول بکند. این یک مسئله هست که یک از حقوق شوهر بر زنش هست. منتها در مورد آرایش این دیگه حق الله متعال هست، حق شوهر نیست. قضیهش خیلی بالاتر است، گناهش خیلی بالاتر است. یعنی فرض بکنیم که یک زنی از شوهر خودش نافرمانی میکند، این یک طرف قضیه هست. یک زن دیگر آرایش میکند و میرود بیرون از خانه، خارج از خانه و در معرض نامحرم. این دومی حق الله متعال هست. این اولی حق بنده ای رو ضایع کرده و این حق الله متعال رو ضایع کرده. خیلی فراتر از این هست. این اولی از شوهرش نافرمانی کرده، این دومی از الله متعال نافرمانی کرده. به هیچ عنوان جایز نیست که زن مسلمان آرایش بکند و خارج از منزل برود به گونه‌ای که مردهای نامحرم این در واقع آرایشش را ببینند. این آرایش و زینت مخصوص شوهر هست و باید در داخل منزل انجام بگیرد و به هیچ عنوان نامحرم نباید این زینت و آرایش زن را ببیند و حتی اگر به صورت بویی باشد، در تعابیر اسلامی و در روایات اسلامی اومده که این زن در واقع در حد یک زن زناکار محسوب می شود. یعنی این بوی خوشی را که می زند و عطری که استفاده می کند و از جلوی نامحرم ها رد می شود و جلب توجه می کند، شاید انگیزه گناهی باشد برای مردان، این زن در واقع در حد یک زن زناکار در واقع تعریف شده و گناه زنا رو در واقع دارد. تا این اندازه این در واقع سنگین است و یک گناه خیلی بزرگتری هست، اضافه تر از اون نافرمانی و حرف نشنوی داشتن از شوهر هست. جزاکم الله خیر. نزدیک به 20 دقیقه وقت است و 9 تا سوال تماس تلفنی مونده. بیننده بعدی گفتن که قضیه صرافی و اینکه خرید و فروش پول خارجی چه حکمی داره؟ من سوال این بیننده رو من متوجه نشدم، سوالشون واضح نبود. اما اگر به صورت خرید و فروش یعنی پول باشه، وجه نقد باشه، یعنی از صرافی، چیزی که به عنوان صرافی محسوب میشود، این از نظر شرعی جایز هست. بیع صرف یک از بیع‌ها و معاملاتی است که در شریعت اسلامی وجود دارند. بیع صرف یا صرافی یعنی معامله پول در مقابل پول، یا وجه نقد یک کشور با یک وجه نقد کشور دیگر، این از نظر شرعی جایز هست و ما به تفاوت رو شما می توانید که در اینجا یعنی بگیرید، یعنی تفاوت ارزشی که در میان این دو تا پول هست و همچنین حق و زحمه ای رو که در مقابل این کار هست می توانند اینو بگیرند و ربا محسوب نمی شود. ربا محسوب نمی شود در صورتی که این پولی که معاوضه می شود پول دو کشور متفاوت و جداگانه هستند، از نظر شرعی اشکال ندارد. اما که صورت سوال ایشان، صورت مسئلهش چی بود دقیقاً من متوجه نشدم. سوالشون چون واضح نبود و چند بارم تکرار شد. بیننده بعدی که انشالله سوالشون واضح بود گفتن که خوردن عرق یا شراب چه حکمی دارد و آیا نماز و عبادت قبول میشه در این حالت؟ خوردن عرق و شراب به صورت کلی تمام مواردی که مست کننده هست، تمام مواردی که مست کننده است این حرام هست. تمام نوشیدنی های الکلی و مست کننده از نظر شرعی خمر شمرده می شوند و حرام هست. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. هر مسکری که هست یعنی تمامی موارد نشه کننده خمر محسوب می شوند و خمر هم در واقع حرام هست. خمر هم به تصریح قرآن و حدیث زیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام است و به هیچ عنوان خوردنش جایز نیست. منتها در مورد اینکه نمازش قبول نمی شود، این یک از مجازات هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات صحیح مانند سنن ابن ماجه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. حضرت عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس و دیگران این مطلب را نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من شرب الخمر و سکر لم تقبل له صلاة 40
40 صباحا، هر کسی که شرابی بخورد و مست بشود الله متعال تا 40 شبانه روز نمازش را قبول نمی کند. این یک نوع تنبیه از یک نوع مجازات و عقوبت از جانب الله متعال. معنیش این نیست که این فرد نباید نماز بخواند یا نماز از گردنش ساقط شده. نماز بر گردن هست، ثابت هست، واجب هست و از گردن هیچ کسی نماز ساقط نمیشه، باید نماز بخواند. اما الله متعال اینو مجازاتش میده، ثواب نمازش رو در واقع نمازش ثوابی ندارد، فرض ادا شده اما ثوابی که باید داشته باشد بقیه مردم ثوابی رو که از نماز خودشون میبرند، این فرد شرابخوار چون این ثوابی رو در واقع دریافت نمی کند و گرچه اصل نماز بر اون فرض هست، اگر بخواند فرضیتش از گردنش ادا می شود، اما یک بعد جداگانی هست که الله تعالی نمازش رو قبول نمی کند و این اگر انسان واقعا احساس داشته باشد و معنویت داشته باشد، این بزرگترین مجازات هست. بزرگترین مجازات برای یک مسلمان این است که بهترین عبادت با فضیلت ترین عبادتش که بیشترین ثواب را دارد اون بی ثواب بماند. این در واقع یک مجازات و عقوبت بسیار بزرگی هست. پس بنابراین کافر نمی شود. انسانی که شراب خورده کافر نیست، مسلمان هست و نماز هم از گردن اون ساقط نیست، باید نماز بخواند. منتها در این روایت اومده که الله متعال نمازش رو قبول نمی کند اما باید حتما بخواند و اگر نماز را ترک کرد و نمازش رو نخواند یک گناه دیگری رو مرتکب شده. یک گناه خوردن شراب است و دیگری گناه ترک نماز، ولو این که الله متعال قبولش نکند، ثوابی به اون نرسد، از نظر شرعی مکلف هست باید نماز بخواند. اصلش توبه هست. وقتی که انسان توبه بکند، پشیمان بشود و از عملی که قبلا انجام داده پشیمان بشود، عملا از شرابخواری دست بردارد و تصمیم بگیرد که از این به بعد من به هیچ عنوان شراب نمیخورم، این در واقع توبه کرده و اگر توبهش صادقانه باشد الله متعال نمازش رو قبول میکند. ولو اینکه بعد از شراب خوردن متوجه بشود توبه بکند، این توبه در واقع سبب میشود که اون عقوبت و مجازاتی رو که الله متعال برش در نظر گرفته اون منتفی بشود. اگر توبه بکند ان شاء الله الله متعال نماز و عبادتش را قبول خواهد کرد. انشالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد دو قضیه سوال داشتن، قضیه خوردنی‌های دریایی و خوردنی‌های گیاهی. گفتن که آیا همه خوردنی‌های دریایی مثل فیل ماهی، اره ماهی خوردنشون حلاله و گیاهان به چه صورت؟ آیا همه گیاهان، حتی اون گیاهانی که به عنوان گیاهان دارویی هست، خوردنش حلاله؟ در مورد در واقع غذاهای دریایی الله متعال صراحتا اینو در قرآن فرموده احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره، که صید بحر، صید دریا و طعام دریا برای شما حلاله. صید البحر اومده و طعامه که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه صید البحر را به معنی شکار گفتند، یعنی اون چیزی که از دریا شما به صورت زنده میگیرید، این صید البحر هست. و متاعه یعنی اون ماهی که خود مرده هست، در دریا مرده، الان بالای آب اومده، شما اونو میگیرید، شکارش نکردید، به دست شما اومده، خودش مرده و کنار ساحل اومده. هر دوتا رو از نظر شرعی جایز هستند، خوردنشون اشکال شرعی نداره. هم صید البحر و هم در واقع اون متاعی که متاع البحر در واقع هست و خود مرده دریا هست. این در مورد این از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد درباره دریا، فرمودند که الحل ماؤه و الحل میتته، که دریا طهور ماؤه و حل میتته، که آبش پاک هست و میته و خود مرده اش حلاله. یعنی ماهی که خود به خود مرده باشد تا زمانی که نپوسیده باشد و در واقع بوی گندی نداشته باشد حلال است، در صورتی که تازه باشد. پس بنابراین یعنی عموم خوردنی های دریا، یعنی هر چیزی که قابل خوردن هست حلاله. این به صورت یک اصل کلی هست، مگر مواردی که در این زمینه استثناء شدند. مانند تمساح که رأی جمهور اهل سنت و الجماعت اینه که تمساح در واقع جزء خوردنی های حرام هست ولی اینکه دریایی باشد، و همچنین قورباغه رو مثلا که جزء مستخضرات هست که طبیعت انسانی در واقع این رو نمیتواند تحمل بکند و بخورند. و مورد دیگری که در اینجا در واقع به عنوان یک معیار کلی هست، نه به خاطر جزئیسته بودنش و بلکه به خاطر اینکه یعنی جزء مستخضرات هست و اون یک مورد دیگر هست، اون چیزایی که جزئیسته هستن و بیشتر در خشکی هستن اونها هم در واقع جزء محرمات حساب میشن. و یک قاعده کلی که در تمام خوردنی ها هست این است، اون چیزی که برای بدن ضرر داشته باشه، اگر موردی ثابت شده باشد که فلان غذای دریایی مضر هست برای صحت انسان، اون یک موردی هست که از اون در واقع در جزء اون مورد حرام می شود. اما بقیه موارد و بقیه چیزهایی که در دریا هستند و به عنوان
شکار مطرح میشوند اینها کاملا جایز هستند و اشکال شرعی ندارند خوردنشون. فرق نمیکنه که اسمش چی باشه، اسب ماهی باشه، نمیدونم فیل ماهی باشه و ما یا هر چیز دیگری که باشه کاملا جایز هست و اشکال شرعی ندارد. و در مورد گیاهان هم همین هست. گیاهانی که نشه آور هستند خوردنشون جایز نیست. گیاهانی که نشه آور هستند، چی به صورتی که زمانی که تازه هستند یا خشک بشوند خوردنش نشه آور است، مانند تنباکو، اینا خوردنشون جایز نیست. اما گیاهان دیگری که نشه آور نیستند و مضر نیستند برای بدن از نظر شرعی حلال هستند و هیچ گونه ممنوعیتی برای استفاده کردن از اونها استفاده نداره. من جمله در واقع گیاهان دارویی که به عنوان دوا و درمان و در واقع یک نوع مداوا از اونها استفاده می شود باز هم حلال هستند و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن یک شخص عابدی هست اما نماز جماعت شرکت نمی کند. و اولین اساس عبادت نماز هست و نماز را آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تاکید کردند و حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه این روایت رو دارند که نماز را در جایی بخوانید که در واقع ندا داده می شود، از اونجا اذان گفته می شود، یعنی مساجد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من تصمیم گرفتم که بگم که نماز را اقامه بکنم، خودم بروم با چند تا جوان خونه کسانی را که نماز بر اونها واجب هست و مسجد نمی آیند بر خونه اونها، من در واقع خونه اونها رو آتش بکشم. اگر این فردی که شما میگید که عابد هست اگر عذر شرعی دارد نمیتواند بیرون برود، یعنی همون گونه که به مسجد نمی آید به بازار هم نمی رود، به بازار هم نمی رود، خونه در واقع خویشاوندانش هم نمی رود. یک فردی هست که توانایی حرکت رو ندارد یا کسی رو ندارد که اون رو به مسجد برود، این جز افراد معذور هست و نماز جماعت بر اون واجب نیست. و اما اگر جز افرادی هست که بیرون می رود، جاهای دیگر می رود اما فقط برای مسجد حساسیت دارد، این مطمئن باشید که این تصور شما اشتباه است، چون این فردی عابد نیست، بلکه یکی از مهمترین احکام اسلامی را که واجبات اسلامی را که شرکت در نماز جماعت است در واقع این ترک کرده. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از بلوچستان سرباز گفتن که تازگی‌ها خبردار شدن که یک جنی هست در منطقه و آیا جن میتونه به انسان ضرر برساند و چه دعایی و وردی انسان باید بخونه برای حفظ خود؟ ببینید در مورد جن معمولا خیلی اغراق می شود، افراط خیلی شده و در واقع بزرگنمایی شده. این گونه نیست که جن ها همه در واقع بسیج شده باشند که به هر عنوان بر من و شما در واقع ضربه و ضرری رو برسونند. درست هست که شیطان به صورت کلی و عمومی که شیطان هم جزء جن ها هست در صدد ضربه زدن و اذیت و آزار کردن انسان ها و خصوصا مسلمانان هستند. اما این رو فراموش نکنیم که از جانب دیگر ما نگهبانایی هم داریم، دو فرشته هم همراه ما هستند، در واقع به عنوان نگهبان و حافظ ما هستند. غیر از این الله متعال این قدرت و اختیار رو نداده که هر جنی هر چه را بخواهد که اون کار رو انجام بدهد و بلکه ما باید اینو از این دریجه و منظر نگاه بکنیم که حتی این مورد جزء ابتلاعاتی هست که الله متعال بر انسان می آورد، به خاطر کمکاری شما، به خاطر بدکاری شما، به خاطر عدم مواظبت شما بر احکام شرعی و بر اوراد و اذکار شرعی، چه بسا که الله متعال یک جنی رو بر شما به عنوان مجازات در واقع مسلط بکند، این امکانش هست. اما این که شما همیشه ذکر و فکرتون این باشه، واهمتون این باشه که یک جن شریری اومده در شهر ما و تمام مردم رو اذیت میکند، اینها بیشتر افسانه هست و بزرگنمایی هست و یک نوع توهمی هست که معمولا در برخی از مواقع بر تبلیغات سوء مردم بیشتر اعتماد میکنند تا اینکه بر واقعیت اعتماد داشته باشند. شاید هیچ گونه واقعیتی نداره، یک فردی دچار در واقع ترس در شب شده، شب ترسی دارد یا دچار توهم شده، اینو تبلیغ کرده و مردم دیگر این رو کاملا قبولش کردن. پس بنابراین اساسا ذکر و فکر شما نباید این باشد که امروز جنی اومده و جن حتما میخواد که سراغ من رو میگیرد، الان در خونه من اومده، چون چیزی وجود ندارد. یعنی این واهمه و این ترس رو شما نداشته باشید. و غیر از این راههای مبارزه با جن، راههای حفاظت کردن از جن که در شریعت اسلامی وارد شده خیلی زیاد هستند. من جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همیشه ورد زبان شما باشد، همیشه این ورد زبانتون باشد. این در واقع موردی هست که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان داده کرده که مورد حمله قرار گرفتی از جانب شیطان، فاستعذ بالله، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این یک مورد هست. مورد دوم قرائت معوذتین هست، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو همیشه بخونید، هم صبح بخونید بعد از نماز صبح و هم بعد از نماز مغرب و هم در اوقات دیگر بخونید، هم خودتون بخونید و هم بخونید و بر فرزندان خودتون دم بکنید و خصوصا در هنگام خوابیدن قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو بخونید و بر دستهای خودتون بدمید، فوت بکنید و این دست رو بر تمام بدن خودتون بمالید. این روش دومی هست که عرض کردم. آیت الکرسی رو خوندن یکی از موارد خیلی ضروری هست بعد از نماز صبح و بعد از نماز در واقع مغرب و قبل از خوابیدن که خیلی در این زمینه تاثیر دارد. روایت مسلم هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که یک شب ایشون رو نگهبان قرار دادند که حافظ و نگهبان بیت المال مسلمانان بشوند. یک جنی اومد در لباس و در شکل یک انسان و جریان طولانی هست تا 3 شب رفت اومد و شب سوم که بود حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اونو گرفت که من میبرم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که از بیت المال دزدی کرده. اون جن گفت که من رو رها بکن، من یک چیزی رو به تو میگم. اون گفت که خب بگو، یک خیری رو به تو نشان میدم. گفت که هر وقتی شب که میخواستی بخوابی آیت الکرسی رو بخون. وقتی که آیت الکرسی رو خوندی یک نگهبانی از جانب الله متعال بر تو هست و تا صبح از تو حفاظت میکند. صبح وقتی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه رفت در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون پرسید که ابو هریره اسیر دیشب چی شد؟ گفت که یا رسول الله به من یک وعده و وعیدی کرد و یک چیزی رو به من نشون داد، دعایی رو گفت که اگر این دعا رو بخونید شیطان از تو فرار میکند، دور میشه. گفت که چی هست؟ گفت آیت الکرسی رو بخون. رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع فرمودند که صدقک و هو کذوب، صدقک و هو کذوب، این دروغو به تو راست گفته، یعنی خودش کذوب هست، دروغو هست، اما این مطلب رو به تو راست گفته. روایت صحیح در صحیح بخاری این روایت اومده. و همچنین خوندن سوره بقره به صورت کلی از اول تا آخر روایت ابو هریره هست در صحیح مسلم. و همچنین خواندن 2 آیه آخر سوره بقره، 2 آیه آخر سوره بقره رو خوندن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح که در صحیح بخاری و مسلم هست روایتش میگه من قرأ الآیتین من آخر سوره البقره فی لیلة کفتاه، این 2 تا آیه رو هر کسی در یک شب بخواند، 2 تا آیه آخر سوره بقره رو کفتاه یعنی کفایتش میکنند، یعنی برایش در واقع کافی هستند. و غیر از این یک دعای دیگری هست که خیلی مهم هست و هم از نظر ثوابش هم از نظر تاثیرش. این دعا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت بخاری و مسلم هست که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. جمله خیلی ساده هست، همه میخونید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که این دعا را، این ورد را روزانه 100 مرتبه بخواند، روزانه این دعا را 100 مرتبه بخواند، یک ثواب خیلی زیادی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این در واقع تعیین کرده. و یکی از مواردی که خاصیت ها این دعا هست این است که فرمودند فکانت له حرزا من الشیطان یومه ذلک، یعنی این خوندن این دعا، کسی که 100 مرتبه در روز این دعا رو بخواند، این یک حرزی هست و یک پناهی هست برای اون در مقابل شیاطین، که امیدوارم که این مواردی رو که عرض کردم ان شاء الله مراعات بکنید، هیچ گونه بیم و هراسی رو از جنها نداشته باشید، مطمئن باشید که جنها با وجود این آیات و این اوراد نمیتوانند به شما ضربه و ضرری رو برسونند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از ایران گفتن که شخصی در حالت هوش و حواس کامل نبوده به خاطر مصرف مواد و زنش رو طلاق داد در اون حالت، آیا این طلاق واقع میشه؟ ببینید یک موردی هست در اینجا که فقهایی که فتوایی رو دارند که این فتوا رو البته از دیدگاه من جای نقد دارد که کسی که در واقع شراب خورده باشد یا فرض کنیم که تریاک مصرف کرده باشد، اگر در حالتی که مست باشد، یعنی به هیچ عنوان تشخیص ندهد، اختیار خودش رو از دست خودش خارج بشود و زنش رو طلاق بدهد، بسیاری فتوا دادن که طلاق واقع می شود. به چه خاطر طلاق واقع شده؟ به خاطر تنبیه کردن این فرد، به خاطر تنبیه کردن، چون که شراب خورده، چون که تریاک کشیده، چون که فلان قرص رو استفاده کرده، پس بنابراین ما هم باید اینو مجازات بکنیم و حکمش در واقع حکم طلاق باشه. این با شریعت اسلامی سازگاری نداره. در شریعت اسلامی هر کسی که مکلف نباشد
مکلف نباشد، بدین معنی که اختیار خودش در دستش نباشد. مس باشد به یک اندازه‌ای که خیر و شر رو تشخیص نمیدهد، نمیداند که چی میگوید، گفتارش کردارش در اختیار خودش نیست. یعنی این که این انسان مجنونه، دیوانه هست، اختیار خودش در دست خودش نیست، پس بنابراین اعمالش رو و که انجام میدهد این غیر مکلف هست. پس بنابراین اینو من به این گونه جواب میدم که شما میدونید با خدایتون اگر واقعا انسانی در حالتی طلاق داده که میداند که هیچ گونه حواسی رو نداشته، در اختیار خودش نبوده، بی اختیار طلاق داده، خودش هم یادش نمیاد که طلاق داده، نمیداند که کجا و که این حرف رو زده، دیگران از اون شنیده باشند، اگر واقعا در این وضعیت بوده طلاق واقع نمیشود. این رأی و فتوای بنده هست که در این زمینه طلاقی واقع نمیشود، بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در هنگام در واقع طلاق و عتاق، در زمانی که انسان در اغلاق باشد یا در حالتی باشد که ذهنش قفل شده باشد، اختیارش در خودش نباشد، مست و نشه باشد، که چنین طلاقی در واقع نمیشود. اما اگر با اختیار خودش بوده، میدونسته که چی میگوید، اون یک حکم دیگر هست، به اتفاق در اون زمینه طلاق واقع میشود. یعنی ولو این که شراب خورده باشد، تریاک کشیده باشد، قرصی رو مصرف کرده باشد، اما به اندازه نبوده که کاملا بیهوش بشود، در حدی هست که خودش میداند چی میگه، در اون صورت به اتفاق طلاق واقع میشه. جزاکم الله خیر. برای بعدی گفتن که قربانی بر چه کسی واجب است؟ قربانی بر کسی که توانایی داشته باشد، قربانی کردن بر کسی که توانایی داشته باشد واجب هست. اما از این که این انسان در واقع دارای نصاب زکات را داشته باشد، این که نصاب زکات را نداشته باشد، قربانی به عنوان یک عمل خیر هست که انسان باید انجام بدن. اما در مورد حکم قربانی که آیا واجب هست یا سنت هست، جمهور اهل سنت و الجماعت نظرشون این است که سنت هست. جمهور اهل سنت و الجماعت یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، اینها نظرشون این است که قربانی کردن سنت مؤکده هست. سنت مؤکده است. یعنی رأی و نظر جمهور اهل سنت و الجماعت این است که قربانی کردن در عید قربان و اضحیه این در واقع جز سنت های مؤکده هست، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سالی که بود قربانی می‌کردند، خودشون و هم برای خودشون هم برای خانوادهشون، نه تنها یک قربانی، چندین قربانی رو در واقع ایشون انجام میدادند و حتی دستور دادن هر کسی که قربانی نکرده به مصلی ما نزدیک نشود. هر کسی که قربانی نکرده برای نماز عید هم نیاد. تا این اندازه به اهمیت دادند و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خاطر همین تأکیداتی که شده گفتند که این در واقع جز واجبات هست. در مذهب امام ابو حنیفه به استدلال از این حدیثی که عرض کردم که هر کسی که قربانی نکرده فلا یقربن مصلانا، عموم فقهای احناف معتقد به وجوبش هستند، اما بقیه اهل سنت و الجماعت میگن که این سنت هست و سنتش سنت مؤکده هست، بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست اگر اشتباه نکرده باشم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که وقتی که ماه ذوالحجه شروع شد و اراد احدکم ان یضحی و کسی از شما خواست که در واقع قربانی بکند و تصمیم را نگفته بود که بر اون قربانی واجب هست. اگر کسی خواست که قربانی بکند پس ناخن و موی سرش را، موی بدنش را نگیرد. روایت صحیح مسلم هست. پس بنابراین بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت قربانی کردن سنت مؤکده هست و بنابر نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب است. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن طلایی که از آن استفاده میشه آیا زکات داره؟ بنابر رأی اکثریت و جمهور اهل سنت و الجماعت طلا رو چی به صورت زیورالات باشد، چی به صورت خشت در واقع خام باشد و غیر مزروع باشد، بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعت در آن زکات واجب هست. صرف نظر از این که این خانم این زیورالاتی رو که دارد، طلایی رو که دارد استفاده می کند یا استفاده نمی کند، خود ملکیت طلا در صورتی که 85 گرم طلای در واقع 24 عیار باشد یا 97 گرم طلای 21 گرم 21 عیار باشد، زکات بر اون واجب هست، ولو این که اونها رو استفاده بکند. چه استفاده بکند یا استفاده نکند، بنابر مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت زکات بر اونها واجب هست. و روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک زنی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و یک دخترکی رو داشت و دو تا علنگوی خیلی کلفت بر دستش بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا زکات اینها رو پرداخت میکنید یا خیر؟
گفت که نه یا رسول الله، گفت که برای آتش جهنم همین برای شما کافی هست. از این سوال و همچنین روایتی از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است که دلالت میکنه بر این که حتی بر زیورالاتی که استفاده میشوند زکات واجب هست. و در این زمینه مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این است که اگر استفاده بکند همیشه مورد استفاده قرار میگیرند، ایشون زکات رو لازم نمیدونه. تشکر میکنم از شما. آخرین سوال بیننده که وقت زیادم نمونده، گفتن که در دیانت‌ها و فرهنگ‌های غیر از اسلام ازدواج فقط با یک نفر صورت میگیرد، اما چرا در اسلام 4 بار ازدواج و بیشتر از یک نفر اجازه است؟ چون چیزی صحت ندارد. در دیانت‌های گذشته هم ازدواج وجود داشته و ازدواج با بیشتر از یک همسر در واقع جایز بوده در تمام ادیان الهی و از اون گذشته امروزه هم در ادیان غیر الهی حتی در قوانین وضعی و ساختگی دست بشر هم در واقع ارتباط جنسی با بیش از یک نفر رو جایز قرار میدونند. ارتباط جنسی با بیش از یک نفر رو جایز قرار میدونند، منتها به صورت ازدواج رسمی اینو در واقع اومدن گفتند که جایز نیست. و از نظر شرعی که شریعت اسلامی هست و تمام شریعت های الهی این در واقع جایز بوده و حکمت های خیلی زیادی رو داره، مانند این که فرض کنیم که زن در واقع مرد اساسا یعنی اشتهای بیشتری رو داره و با یک زن شاید این غریزش اشباع نشود، یا اینکه اساسا زن خودش مشکلی رو داشته باشد، این مرد میتواند چندین همسر رو در واقع داشته باشد و چند زن داشتن برای مرد دقیقاً مانند چند فرزند داشتن برای زن هست. یعنی به همون گونه که زن میتواند که محبت خودش را تقسیم بکند در میان چند نفر از فرزندانش و وجود یک فرزند مانع وجود فرزند دیگری نمی شود و باعث بیمهری به دیگران نمی شود، مرد هم به همین گونه هست. الله متعال این خاصیت رو در مرد قرار داده که می تواند که چند همسر رو داشته باشد با توجه به نیازهایی که در این زمینه هم وجود داشتند. اما اگر بدون نیاز باشد و انسان توانای عدل را نداشته باشد، شریعت اسلامی باز هم دعوت داده به تک همسری برای کسی که توانایی ندارد و شرایط برایش فراهم نیست که همون یک همسر را در واقع داشته باشد. این اولاتر و بهتر هست و توصیه شده در آیات قرآن هم. جزاکم الله خیر. وقت برنامه تموم شد، خسته نباشین. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز نیز که تا این لحظه با ما بودن تشکر میکنیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك